احترام دوستانی که سر موقع اومدن میتونیم کم کم شروع کنیم. سلام به همه دوستان، ممنون که تشریف آوردین از راههای دور و نزدیک. ممنون علیرضا برای هماهنگی و پیگیری و کارهای مختلف. هم تئاتر عبادتتون قبول بشه، هم عیدتون مبارک بشه. امیدوارم تعطیلات خوبی بوده باشه و این هفتم که هفته خوشایند و اتفاقای خوبی توش بیفته. میتونیم کم کم شروع کنیم. من با یه مقدمه از معرفی خودم شروع کنم و در واقع یک خواهشی هم که دارم، سعیم هم اینه که از اونجایی که حالا هم تعطیلات و اینها هستم، شرط برنامه خودم یه چیزی تو مایه های شاید 1.5-2 ساعت مثلا در خدمتون باشیم. من از قبلش هم بگم که محتوای این ارائه و یه ویدیوش به صورت مشابه ارائه که فکر کنم من 3 سال پیش یه چند سالی از قبل هم انجام داده بودم وجود داره. خلاصه منظور این که نگران از دست دادن چیزی نباشید و اطلاعات هم که خیلی بهترش ممکنه که توی سایت های مختلف و حالا ارائه های مختلف باشه، ولی اینجا سعی می‌کنیم که بیشتر یه حالت تعاملی رو داشته باشیم که بیشترین استفاده در واقع دوستان که الان شرکت میکنن ببرن. بخاطر همین ممنون میشم اگر که حالا سوالی چیزی بود. خیلی شرایطو نمیدونم، اگر که میتونید مثلا میکروفونتون رو روشن کنید و صحبت کنید که چه بهتر، اگر نه تو همین حالا پیام ها اگر بفرستید من امیدوارم که سر موقع ببینم و جواب بدم. خب از این مقدمات اولی کار که بگذریم، من محمد احمد پناه هستم. میتونم الان صفحه رو هم شیر کنم باهاتون که بریم سراغ باقی موارد. من محمد احمد پناه هستم، دانشجوی مقطع لیسانس بودم و ارشد توی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، گرایش نرم افزار و بعدش هم امنیت اطلاعات. یه مقداری هم حدود 2 سال دکترا اونجا مشغول بودم که بعدش برای دکترا اومدم سوئد یا رفتم در دانشگاه چالمرز توی شهر گوتنبرگ و شهریور الان دیگه باید بگیم پارسال دفام رو انجام دادم و الان یه در واقع چند ماهی هستش که توی دانشگاه KTH یا در واقع مؤسسه فناوری سلطنتی سوئد به عنوان پژوهشگر در پستاک مشغولم و این در واقع یک رزومه خیلی مختصر از سمت خودم. این ارائه هم که گفتم خدمتتون، من فکر کنم که اولین بار سال، اگر اشتباه نکنم مثلا میشه 2017-18 حدود 7 سال پیش شاید، من اولین بار تو هم دانشگاه امیرکبیر و دانشگاه کامپیوتر شروع کردم و در واقع از این چیز هم ناشی شد که خودم هم علاقه داشتم که در واقع یک رزومه خوب و درست و استاندارد داشته باشم و همین که حالا به مرور زمان که با دوستان و اینها در تماس بودیم یه سری چیزایی بهش اضافه شد و میگم این چند مرتبه حالا ارائه انجام شده. امیدوارم که ارائه مفیدی باشه. من پیشم یه عذرخواهی میکنم که سرماخورده هستم، سرفه و صدای گرفته من رو خلاصه ببخشید. اگر که نکته‌ای هست بفرمایید، نه که من میتونم برم و قسمت ارائه ماجرا رو شروع کنیم. سعی میکنم که در واقع 2 قسمت داشته باشه، یه ارائه باشه و یکی هم اون قسمت حالت کارگاهی طورش که یک سری رزومه ها رو با هم دیگه بررسی کنیم که من خوشحال میشم اگر که تو اون قسمت دوم مخصوصا حالا تعامل بیشتری از سمت شما هم باشه که دیگه خیلی هم عالی. خب بریم سراغ ماجرای رزومه نویسی و الان من دیدم که این تاریخش رو اشتباه زدم، 14 نیست 30. نمیدونم چرا این اشتباه رو کردم ولی اینجا درست.
خب بریم سراغ این که اصلا CV یا در واقع مخفف این کلمه هست کریکولوم ویتا به چه معنی هست، اصلا شما برای چی اینجایید و چه اتفاقی داره میفته. با این مقدمه میتونم برم سراغ ماجرا که در واقع رزومه به معنی کلیش قرار هستش که باعث شروع یک مکالمه یا حالا مصاحبه یا هر چیز دیگه ای با اون کسی که میخواید براشون یه حال درخواست کاری یا تحصیلی بفرستید بشه. اینجا دو تا نکته رو من به عنوان نکات کلیدی ماجرا میگم که بعد هی توی این ارائه انقدر شما اینو میشنوید که دیگه خسته میشید. اولا اینکه در واقع قرار هستش که شروع کننده این ارتباطه باشه، پس اولا که این قراره که اطلاعات مفیدی توش باشه، بعدم این که لزومی ندارد که همه چیزهای غیر مرتبط بهش اونجا باشه. حالا این بحث مرتبط بودن و غیر مرتبط بودن نه کجا میاد؟ از این کلمه specific position میاد، به این معنی که شما برای اون حالا موقعیت کاری یا تحصیلی مختص اون هستش که تعیین میکنی که چه مواردی باید توی رزومه بیاد و چه چیزایی نیاد. پس در واقع اینو در نظر داشته باشیم، باید در واقع این رزومه تمام تلاش ما رو کنه که یه جوری ویترین ماست و باید تمام تلاشمون رو بکنیم که هدف از رزومه در واقع قبول شدن نیست، رد نشدنه توی مرحله اول، چون در واقع رزومه چیزی هستش که برای فیلتر اولیه ماجرا به کار میاد. و خیلی نکته مهمی که در واقع خیلی باید ساده، شسته رفته و مختصر مفید بشه که همونطور که گفتم قراره که یه جورایی ما رو پرزنت کنه یا در واقع ما خودمون رو بفروشیم به اون فردی که قراره که در واقع توی این پروسه استخدام در واقع تاثیر داشته باشه. با این سوالات حالا در واقع سعی می‌کنیم که این ارائه قراره که این سوالات رو یه جوری جواب بده. اولا که چجوری قراره که ما خودمون بفروشیم و این به چه معنی هست. نکته مهمتر این که آیا من میتونم این کار رو، یعنی ارائه خودم، پرزنت کردن خودم رو توی 40 ثانیه یا 70 ثانیه نهایتا انجام بدم. یه نکته‌ای که هست اینه که اگه مثلا یه سری از این آمارا رو نگاه کنید، چه حالا برای استاد و دانشگاه اینا وقتی میفرستید و چه برای پوزیشن های کاری، موقعیت های کاری، حجم اینها انقدر زیاده که اصولاً زیر 30 یا 60 ثانیه برای هر رزومه زمان اختصاص پیدا میکنه و این رو هم در نظر داشته باشید. در واقع اون طرف قرار هستش ما رو بر این اساس قضاوت کنه. خب حالا طبق این صحبت کردیم اینکه باید چند صفحه باشه، چه ساختاری داشته باشه رو بهش میپردازیم. اینکه آیا لزومی داره من بیشتر از یه نسخه از اون رو داشته باشم یا نه، و اینکه این سوال جذاب، اگر که من مثلا توی وقتی 7 سالم بود قهرمان شنای مدرسه یا استان شدم، اینو کجای اون رزومم باید بیارمش. بریم سراغ یه چیز کوچیک و بعدش قسمت اصلی ارائه‌مون رو با هم پیش میبریم. ممکنه که این کلمات رو توی انگلیسی، توی فارسی تا جایی که من میدونم به همون نام رزومه ما میگیم، یا نمیدونم مثلا شرح گذشته یا هر چی، نمیدونم چه اسم دیگه ای داره به غیر از رزومه. ولی توی حالا انگلیسی یا چیز بین‌المللی دو تا کلمه معمولا شما می‌بینید. یکی CV هست، یکم کلمه رزومه‌ای که اگر اشتباه نکنم فرانسویه. به طور مرسوم این رو شما توی سیستم آمریکایی می‌بینید که CV اون هم به معنی کریکولوم ویتا به معنی کورس آف لایف، اون لاتین کورس آف لایف، به این معنی که هر کاری که من در واقع توی کریرم، توی زندگی کاری من انجام دادم باید بیاد و یه چیزیه که هی یه سری چیزایی بهش اضافه میشه ذاتاً و طولانیه. ولی خب رزومه قراره که خیلی کوتاه باشه و به شدت بستگی داره که به اون پوزیشنی که قراره فرستاده بشه هی طبق اون مثلا شخصی در واقع سفارشی سازی میشه و کاستماایز میشه و میره جلو. اینی که گفتم در واقع چیز کلیه، ولی ماجرا مثل فرق بین فوتبال و ساکر و فرنچ فرایز و چیپس و اینایی که توی زبان UK یا بریتانیایی انگلیسی یه معنیه، توی آمریکا یه معنی دیگه، اینجا هم برقراره. یعنی اینکه شما توی
حالا اصطلاح لانگ سی وی یا شورت سی وی هم داریم. توی اروپا این دوتا کلمه عملاً به جای هم شاید به کار برده میشه. توی آمریکای شمالی هم شما تقریبا میشه گفتش مشابهی هم نمیتونید بگید. به خاطر همین حالا خیلی دیگه من سعی می‌کنم که تفکیک قائل نشم، اما تمرکزی که قراره که اینجا داشته باشیم بیشتر روی شورت سی وی هست یا رزومه، به معنی این که برای یک پوزیشن خاصی قراره که ارسال بشه. و خب این ماهیتش از اینجا میاد که خیلی خوبه که اگر مثلا شما یک نسخه طولانی‌تری رو هم داشته باشید که همه در واقع سوابقتون توش باشه، که بعد از روی اون میتونید اون قسمت‌های مرتبط‌تر رو برای هر پوزیشن استفاده کنید. اینجا یه سری چیزای دیگه هم میاد، مثلا پروفایل لینکدین. حالا اون دوستانی که توی فضای کامپیوتر و برنامه‌نویسی بیشتر فعالن، بحث اکانت مثلا گیت هابه که پروژه هاشون روشه، یا استک اورفلو که یه حالا یه فرومیه، یک بستری برای پرسش و پاسخ‌های اغلب برنامه‌نویسی و کامپیوتری، مشابهش برای کورا. خب اینا هم آیا مثلا یا مثلا صفحه شخصی یا وب پیجی که مثلا دارید، اینها هم آیا رزومه هستن یا نه؟ رزومه به یه معنی کلی که بخشی از سوابق ما رو داشته باشه، آره در واقع هستش، اما باز میگم این تمرکز این قسمتمون بیشتر اون حالا فایل پی دی اف یا صفحه کاغذی هستش که به عنوان رزومه میشناسیم، و اتفاقا قراره که توی اون فایل به این موارد هم اشاره بشه. در مورد فایل تدریس عرض کردم اولا که همین الان توی حالا صفحه در واقع سایت خودم وجود داره، ولی به غیر از اون بله حتما در اختیارتون قرار میدم با حالا همه محتویات دیگه‌ای که در ادامه خواهید دید. بریم سراغ یه قسمت، بریم جلو. ساختار یک رزومه به صورت حالا کلی، و من این رو هم یک تاکید مختصری می‌کنم که با بیشتر نگاه رزومه تحصیلی در واقع این مطالب داره گفته میشه، با یه تغییراتی در واقع رزومه شغلی هم میشه در موردش یه چیز مشابهی رو گفتش. من میتونم همین الان زودتر این لینک رو در اختیارتون بذارم خدمتشون. ساختاری همچین مواردی رو معمولا توشه و حدوداً با یه همچین ترتیبی، حالا بالا پایینش هم بستگی داره و جلوتر صحبتشون می‌کنیم، که یه قسمت بحث اطلاعات شخصیه، قسمت بعدی علایق پژوهشی یا سوابق تحصیلیه، بحث بعدی سوابق کاریه، بحث بعدی مهارت‌هایی که در واقع شما در اون تخصص دارید، حالا دستاوردها و افتخارات. یه بخش دیگه حالا بستگی به این که آیا مثلا حالا کاری داوطلبانه‌ای، نمیدونم کار فوق برنامه‌ای چیزی وجود داره هست، این که حالا اگر که مثلا مقالاتی یا تزهایی یا پایان‌نامه‌هایی در واقع انجام دادید، خب بسته به این که برای کجا می‌خواید بفرستید دوباره این توی رزومه بیاد. و یه چیز دیگه هم که تحت عنوان رفرنسز یا در واقع افراد معرف معمولا هستش که اون توی قسمت آخر قرار میگیره. بریم یه نگاه دقیق‌تر بندازیم به هر کدوم از اینها و صحبت کنیم در مورد اینکه هر کدوم از این آیتماش چه در واقع موارد چجوری خوبه که گفته بشه، چجوری خوبه که بهش بررسی بشه. طبیعتاً چیزی که گفتیم در مورد رزومه این که قراره که ما رو در واقع ویترین ما باشه، پس ما باید اسممون خیلی دقیق و مشخص اونجا، شاید میشه گفتش بزرگترین چیزی که توی رزومه ما قرار باشه اون اسممون هست. یه نکته‌ای توی بحث اسم بگم که ترجیحاً خوبه که مشابه همون اسم باشه که توی حالا پاسپورت هست، ولی اگر که حالا این در مورد مثلا خود من هم صادق میکنه، اسمتون حالا طولانیه یا چند بخشیه یا اونجوری که میخواید شناخته بشید، میتونید در واقع از اون هم استفاده بکنید. بحث بعدی بحث اینه که چه اطلاعاتی به اون اطلاعات تماس بیاد اونجا. به طور مرسوم این چیزا هست، حالا باز نظرهای مختلفیه، این که مثلا حالا شماره موبایل باشه، آدرس ایمیل باشه، یا آدرس حالا فیزیکی باشه، حالا یا آدرس منزلی یا محل کار، بحث صفحه شخصی و
حالا اکانت‌های سوشال میدیا که الان در موردش صحبت می‌کنم. نکته اینه که بین اینها من فکر کنم که مهمترین چیز، مخصوصا اگر که حالا این بازم خیلی از این چیزایی که میگم مسائل فرهنگی و حرفه‌ای مرتبط با هر کشورم توش دخیل هست، اما به طور مرسوم فکر می‌کنم که ایمیل شاید مهمترین چیزی که اینجا باید باشه و خوبه که در واقع حالا یک یا دو تا ایمیل آدرس باشه. یکیش میتونه اون ایمیل شخصیتون باشه که حالا جیمیل یا هر چیز دیگه که چک میکنید، و یه ایمیل دیگه هم ایمیل حالا حرفه‌ایتون که این در واقع کمک میکنه به اینکه طرف وقتی مثلا میخونه که شما گفتین که من از دانشگاه شهید بهشتی هستم، خب احتمالاً یه ایمیلی هم تحت عنوان اون @SPU مثلا نشون میده که در واقع شما واقعاً به اون شرکت، دانشگاه، سازمان در واقع هستید. پیشنهاد میکنم که این ایمیله، همونطور که قبلش هم گفتم، ما قراره که طبق این در واقع فایلی که در اختیار یا حالا رزوممون قراره که قضاوت بشیم و هر چیزی اینجا باید با یه دقتی باشه. مثلا اگر که ایمیل فعلیتون یه چیزی تو مایه‌های I like chocolate 1078 خیلی چیزها رو میرسونه. اولا اینکه خب این آدرس ایمیل مشخصا آدرس غیر حرفه‌ایه. اینکه ما مثلا شکلات شما دوست دارید یا نه، ممکنه که برای یه پوزیشن کارخونه شکلات سازی آره خیلی چیز جالبی باشه، ولی برای یک چیز کاری شاید خیلی نه. یا مثلا همون حالا استفاده از هاتمیل نسبت به جیمیل و اینا. یه چیزی هم که خیلی پیشنهاد میکنم که در نظر داشته باشین اینه که حالا نمیدونم به صورت فرهنگی یا به چه ترتیبی هست، ولی من توی ایمیل های ایرانی مثلا زیاد میبینم که از حالا سال تولد یا یک عددی بالاخره توش استفاده میشه. اولا که ما از طبق این مثلا میفهمیم که احتمالاً دارنده این ایمیل متولد 78 و خب شما طبق همین میتونید در واقع قضاوت کنید که این جوون پیره یا موارد دیگه. از طرف دیگه شما وقتی که مثلا برای یک چیز غیر ایرانی میفرستید، این عدد یه عدد این که خب الان من چه چیزی هست. پیشنهاد برای انتخاب ایمیل آدرس اینه که حالا یا مثلا فامیلیتون یا اسمتون یا اسم فامیلتون یا یه حالا یک ترکیب معناداری از اینها باشه و تا حد امکان خلاصه اطلاعات بیش از حد یا اطلاعات غیر حرفه‌ای خلاصه توش داده نشه. بحث بعدی بحث شماره تلفنه که اون هم نکته مهمیه، از این بابت که خب یه جاهایی شاید مثلا توی ایران باز بیشتر در واقع تماس‌های تلفنی برقرار میشه و حواستون باشه که چه شماره‌ای رو میدید، اون شماره‌ای باشه که مثلا جواب میدید، اون شماره‌ای باشه که به صورت حرفه‌ای استفاده میکنید. مثلا ممکنه که یه آهنگ پیشواز عجیب غریب، حالا عجیب غریب که دارم میگم به معنی غیر مرتبط به اون فاز حرفه‌ایتون باشه و شما توی اون مرحله در واقع یک قضاوتی داشته باشید. بحث بعدی بحث آدرس در واقع فیزیکی، باز هم بستگی داره که شرایط به چه ترتیبی است، اما شاید حرفه‌ای تر این باشه که در واقع آدرس حالا محل کار فعلیتون رو، یا اگر دانشگاه مثلا دانشکده فلان دانشگاه یا مثلا آزمایشگاه تحقیقاتی فلان در دانشگاه این، یا اگر هم که از نظر حالا بحث حریم خصوصی و یا مشکلی نیست و فکر میکنید که ممکنه یک سری مکاتبات کاغذی مثلا طبق اون پوزیشن انجام شه، خب آره میتونه آدرس خونه هم بیاد. نکته بعدی که من خیلی 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 پیشنهاد میکنم، اولا داشتن یک وب پیج، یک حالا پیج آنلاین که این میتونه یک صفحه لینکدین باشه یا خیلی حالا از این تمپلیت های مختلفی که وجود داره باشه، ولی حتما کمک میکنه که به بهتر دیده شدن شما و در واقع گذاشتن یک سری اطلاعات دیگه اونجا. حالا اینکه آیا این آدرس وب پیج باید اونجا باشه یا نه، ممکنه مثلا یکی سوال کنه که خب این که عجیب مسخره است، من تو وب پیجم میخوام سی وی مو بذارم و تو سی وی هم دوباره آدرس وب پیجمو بذارم و اینا. شما دائما این فکر رو در نظر داشته باشید که این در واقع سند داکیومنت در واقع رزومه شما قراره که به صورت یک در واقع چیز مستقل کاملا باشه و فرضتون رو بر این کنید که چند دست در واقع پاس داده میشه تا برسه به دست کسی که در واقع قرار داره بررسی میکنه این ماجرا، و خوبه که تا جایی که میشه اطلاعات مفید توش قرار بگیره.
بحث اکانت های سوشال مدیا هم خب خیلی بستگی داره که شما برای چه پوزیشنی میخواید بفرستید. اگر که باز من حالا میگم که اگه مثلا حالا دانشگاهی هست یا کاری هست، من فضای ذهنیم اکثرا تو فضای حالا مهندسی کامپیوتره. آره شاید خوب باشه که مثلا بحث پروژه هایی که روی گیت هاب هست یا سوال و جواب هایی که فعالیت هایی تو فروم ها هست باشه. اگر مثلا از توییتر یا حالا اکس که الان پلتفرم هست، اگر اون رو به صورت حرفه‌ای دارید استفاده میکنید میشه اون هم باشه. لینکدینتون اگر که فعال هست میتونه اونجا باشه. حالا باز یه سوال دیگه اینجا پیش میاد، اگر که مثلا شما دارید برای چه میدونم یک سوشال میدیا کانتنت پرووایدر به عنوان یک محتوا ساز مثلا یا تکنیکال رایتر میخواید باشید، اینجا ممکنه که حالا بحث مثلا چه حتی چیزایی از جنس حالا بلاگ پست، نمیدونم یوتیوب، چیزهای مختلف هم میتونید بیاد. خب این خیلی بستگی داره که پس شما چه کاری رو میخواید انجام بدید. یه نکته‌ای بگم و این نکته خلاصه این قسمتی که توی چند دقیقه آینده قرار صحبت کنم، همون بحث اینی که آیا ما اطلاعات اضافه تر از چیزی که لازم هست رو بدیم یا نه. بحث وجود عکس توی رزومه به طور مرسوم فکر میکنم که شاید توی یک سری از این فایل های قالبایی که شما مثلا توی ایران میبینید این انتظار رو دارن که مثلا اون عکس باشه، ولی به طور کلی قرار هستش که شما توی حالا مثلا جای بین‌المللی وقتی که درخواست میدید، همونطور که گفتم طرف قراره که ما رو قضاوت کنه ولی صرفا بر اساس در واقع توانمندی هامون و نه بر اساس ظاهر و حالا سن و سال و اینها، و همه اینها میتونه در واقع یک تاثیر منفی داشته باشه یا حتی مشخصا گفته باشن که آیا نفرستید. حالا پیشنهاد اکید میکنم که برای اون در واقع رزومه انگلیسیتون اگر که مثلا مد نظرید حتما عکس رو نذارید، برای اینکه حالا در واقع اطلاعات بیشتری میده دیگه. مثلا ممکنه که در مورد آقایون بالاخره خانم‌ها هرچی شکل ظاهر در واقع ممکنه که یکی کسی خوشش بیاد یکی کسی خوشش نیاد. بحثای مثلا چیزایی بر به تنوع نژادی و اینها هم حالا درستی وجود داره، ولی خب معمولا توی این عکس ها قراره که نه شما ممکنه توی عکسی لبخند زدین توی عکسی جدی هستین. تمام تلاشمون رو باید بکنیم که اصلا چیز اضافه خلاصه توی رزوممون نباشه. در ادامه ماجرا اینکه سن و سالمون چجوریه، نمیدونم قد و وزنمون چیه. آره اگر مثلا برای یک پوزیشن مدلینگ آره اینها معنی میده، ولی مثلا برای یک پوزیشن میگم حالا کاری حرفه‌ای، حالا بحث مهندسی و اینا، اصولا نباید اینها مطرح باشه. یه مورد دیگه بحث دوباره وضعیت تأهل و تعداد بچه‌ها و اسماشون و اینها. آره همه اینها رو مثلا توی اون سایت شخصیتون یا سوشال مدیا شخصیتون داشته باشید و هر طور دوست دارید، ولی باز هم مرسوم بر این هستش که این اطلاعات هیچ کدومش نباشه و دلیلش هم همینه که توی خط آخرم نوشتم. بحث ملیت، بحث چیزای مذهبی، بحث در واقع چیزای سیاسی قرار هستش که یعنی منتقل نشود به این معنی که این تأثیر رو نباید توی پروسه استخدام در واقع ایجاد کنه. بریم سراغ این که حالا توی اون قسمت بحث آموزش یا سواد تحصیلی چه مواردی باشه. آیا مثلا لازمه که همه سواد تحصیلی از دبیرستان باشه یا فقط مثلا بحث دانشگاه کافیه؟ خب خیلی بستگی داره به اینکه شما الان تو چه مقطعی هستید. اگر که مثلا در ممکنه که برای یک حالا استاد دانشگاه صرف این که کجا در واقع دکتراش رو کار کرده کافی باشه، ولی خب برای یک دانشجوی لیسانس طبیعتا میتونه شاید مدرسه محل تحصیل مثلا دبیرستان هم یه چیزی رو نشون بده، مثلا که آیا حالا من باز تو فضای ایران دارم میگم این که توی این مدارس سمپاد بوده یا مثلا مدارس خاصی بودن نبودن، اینها خب میتونه جزو یه جوری دستاوردهایی باشه. و خوبه که خیلی مشخص اسم حالا محل تحصیل، مدرک یا اون دوره‌ای که شما بودین و طول مدت زمان تحصیلتون قید بشه. و اگر مثلا الان دانشجو هستید، یه ایده میتونه این باشه که بگید که از مثلا چه حالا شهریور
1402 هرچی تا الان یه ایده دیگه میتونید باشه که بگید که مشخصا بگید که در واقع برنامه‌تون چیه که اصطلاحاً expected تاریخی که در واقع برنامه دارید که تموم کنید کی هست. اینطوری میتونه به اون کسی که در واقع شما دارید براش درخواست میدید هم یک ایده بدید که آها قراره که مثلا دارم میگم لیسانس 3 ساله تموم شه، لیسانس 4 ساله تموم شه، 5 ساله تموم شه. بحث بعدی بحث معدل هست یا چیز جی پی ای بهش میگن. اینجا حالا اون جاهایی که ما ممکنه که یه ترفندای خلاصه استفاده کنیم که بتونیم خودمون رو بهتر نشون بدیم. برای کسی که معدلش خب یه معدل خوبه، حالا با حرف الف یا A هست، میتونه خب خیلی کمک کننده باشه. همون معدل خودش خوبه، میزنه، خیلی هم عالی. ممکنه که حالا مثلا بعضی از دانشگاه خارجی در واقع ازتون بخوان که تبدیل کنید، برای اینکه ما سیستممون از 20 این سیستم خب حالا فرانسویه دیگه یه جورایی، ولی خب مثلا بقیه دانشگاه ممکنه ABCD باشن یا دانشگاه‌های آمریکای شمالی مثلا 1 تا 4 باشن، یا مثلا چند دانشگاه آلمان ممکنه اونها هم 1 تا 4 باشن ولی برعکس، یعنی 1 نمره خیلی خوبه که حالا برای اون جایی که میخواید بفرستید اگر که یک تناسبی میشه برقرار کرد اون رو هم بذارید. ولی اگر که مثلا معدل کل معدل خوبی نیست، یه سری تکنیکایی رو میشه زد که در واقع این رو بهتر نشون بدیم. فرض کنیم که مثلا 2 ترم آخر شما خیلی عالی عمل کردید و ترم‌های اول حالا به هر دلیلی از دانشگاه خوشتون نمیومده، نمیدونم حالا یک اتفاق شخصی بوده، اینو میشه آورد. یعنی اینکه درسته که من مثلا معدل کلا پایینه ولی ببین الان من 2 تا یعنی سال آخر خیلی هم دارم خوب کار میکنم. یا یه تکنیک دیگه این هستش که در واقع درس‌های مرتبط با اون پوزیشن مشخص مثلا بیاد و نمراتشون و نشون بده که آقا ببین من مثلا عمومیام خراب بوده ولی تخصصیام خیلی هم خوبه. بحث دیگه بحث مثلا حالا پایان نامه و رساله هست که باز اگر نمره‌ای داره و میشه در واقع بهتر نشون بده سوابق کاری ما رو، میتونه اون بیاد. یه جاهایی ممکنه که مثلا دارم میگم فلان دانشگاه و فلان شخص معروف به این که خیلی نماز سختگیری داره یا هر چیز از این قبیل، میتونید مثلا بگید که من پایان نامه مثلا تزم این بوده و استاد راهنمام این بوده یا داورم این بوده و از این آدم مثلا چم 18 گرفتم و این یه جورایی یک دستاورد مثلا محسوب بشه. یه چیز دیگه مثلا شما اگر که حالا بحث ماینر بحث این هستش که شما یه دوره کوتاهی چند تا درس از حالا دپارتمان دیگه دانشگاهی دیگه گرفتید، میتونه اون باشه. و یک روش دیگه این هستش که مثلا ممکنه که یه دانشگاهی خیلی همه این نمره ها خوبه، همه بالای 19 و یه دانشگاهی ممکنه که نه اصلا به دست آوردن نمره 17 به بالا خیلی کار سختی باشه. اینجا بحث رنک یا در واقع رتبه کمک میکنه به اینکه ما بفهمیم که این الان چجوریه. شما مثلا اگر بگن که تو دانشگاه حالا من اسمی که میارم همینجوری میگم علمی کاربردی فلانجا من 20 شدم، ممکنه که نگاه کنید ببینید خب بقیه چند شدن. ولی اگه مثلا بگید که حالا دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شریف تهران، دانشگاه‌های سرآمد کشور، ممکنه که مثلا رنک اول معدلش مثلا 18 باشه و خب این میتونه اینجا قید بشه که کمک کنه به کسی که خواننده است و بهتر متوجه این ماجرا شه. بحث رنک اینجا مطرح که میشه، میتونید رنک دانشگاهتون هم حالا توی اون رشته مشخص یا به صورت کلی توی ایران یا توی حالا جهان هر چیزی هم بیارید اگر که کمک میکنه. دوره ماینر داخل دانشگاه ها به اسم کهاد یا اسامی مشابه شناخته میشه. آره این کهاد رو اگر من درست بگم، درست خونده باشم، من نریزم، عذر میخوام. یه لحظه من فکر میکنم که این اپلیکیشن چیزو بستم ولی گویا نبستم. خب بحث بعدی بحث این که سوابق حالا پژوهشی یا کاریه. من اینها رو در
کنار هم میگم، نکته خیلی 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 مهم که اگه یادتون باشه گفتم که این هی تکرار میکنیم، بحث این هستش که چه مواردی باید بیاد. مواردی که هم اخیرتر هستن و هم مرتبط تر هستن رو باید اول بیاریم. و حالا نکتهش اینه که حالا چه میتونه اون قسمتایی باشه که در واقع بابتش پول دریافت کردیم و در واقع قرارداد داشتیم، یا چیزایی مثل کارآموزی و حالا دوره‌های دیگه که اگر که مرتبط باشن. و خب طبیعتاً باید اطلاعات دقیق باشه دیگه، مثلا بحث اسم شرکت یا اون دانشگاه، پوزیشنی که یا در عنوان شغلی که داشتی چجوری بوده، وظایف چی بوده، احیانا اگر که مثلا حالا یک چیز میشه دقیق و خیلی مثبت توضیحش داد خوبه بیاریم. مثلا دارم میگم که تا جایی که بشه اگه کم میسازی شده باشه خیلی عالیه. مثلا فرض کنید که من تو فلان جا بحث بهینه سازیش بودم و 20% مثلا ما بهره وری فلان چیز رو افزایش دادیم یا 20% از هزینه های اینجا کم کردیم و موارد مختلف. طول مدتی که اونجا بودید، حالا بعضی ها میگن که دلیل در واقع ترکتون از اون کار، من به صورت شخصی خیلی علاقه ندارم و ترجیح میدم که این جزء اون مواردی باشه که توی حالا مصاحبه بیشتر مطرح میشه. اما در مجموع خلاصه کلام هستش که همون که گفتم، هم بحث زمانیش مهمه و همین که اون چیزی که مرتبط تر هست ابتدای کار بیاد. و این که حالا شما مثلا یه کاری رو به صورت داوطلبانه یا در واقع کارآموزی انجام دادید، ممکنه که اتفاقا خیلی چیز مثبتی باشه و بیارید توی رزومتون. بریم توی بحث حالا مهارت‌ها به عنوان یک سکشن دیگه، یه بخش دیگه از رزومه. معمولا خب مثلا ممکنه مهارت مختلفی رو باشیم. خوبیش اینه که اینها خیلی کاتگورایز شده، کلاس بندی شده باشن و هر کدوم عنوان‌های مختلف داشته باشن که دقیقاً مشخص بشه. بحث حالا زبان‌های نچرال لنگویج یا اون زبان‌های طبیعی که آدم صحبت میکنه، مثلا فارسی، انگلیسی یا چیزای موارد مرتبط، خوبه که بیاد و اگر هم میاد با یک توضیحی بیاد. مثلا اگر که مثلا زبان فارسی زبان مادری هست، مثلا میشه گفتش که بگیم که فارسی یا پرژین و مثلا نیتیو یا به اون زبان مادری. اگر انگلیسی مثلا مدرکی چه تافلی آیلسی چیزی هست، نمرشون اونجا بیاد. اگر هم نه، حالا با این ادبیات لینکدین مثلا میشه پروفیشنسی یا مهارت چیز رو هم مطرح کرد. باز اینجا حواستون باشه که سعی کنید که اون زبانهایی باشه که در واقع مرتبط هست به کار. یه چیزی رو که ما هست، ما تو دوره تحصیلمون 5-6 سال ممکنه که مثلا عربی بخونیم، ولی اینکه واقعا چقدر عربی بلدیم یه نکته است. نکته دوم این که آیا مثلا برای یک پوزیشن حالا کاری یا شرکت و اینها این عربی دونستن کمکی میکنه یا نه رو هم در نظر داشته باشید. اگر نمیکنه که بهتره که نیاد، اگر میکنه که چه بهتر. حالا این در مورد بقیه زبان هم هست، ایتالیایی، فرانسه، هر چیزی که شما میدونید. بحث بعدی بحث زبان‌های برنامه‌نویسیه و این خوبه که بر اساس هم ارتباط باز با اون پوزیشنی که شما دارید براش درخواست میدید و هم مهارت خودتون باشه. و خوبه که باز این قید بشه، اینکه شما مثلا اکسپرت هستید در فلان چیز، پروفیشنت هستید، نه مثلا بیگینر هستید، و این خوبه که قید بشه. حالا بعدن توی نمونه رزومه ها میبینید که صرف گفتن اینها خب خیلی ممکنه که خورده به قول سابجکتیو باشه و یه جورایی هر کسی طبق نظر خودش بنویسه. ولی بحث سوابق کاری، اون جزئیاتی که توی حالا شرح وظایف هست یا پروژه‌ای که شما می‌نویسید، این کمک رو میکنه که طرفی که خواننده رزومتون هست بفهمه که مثلا شما اگر که با زبان برنامه‌نویسی جاوا، سی، جاوا اسکریپت، پایتون هر چیزی کار میکنید، این تجربتون ناشی از کجاست و از کدوم پروژه ها میاد. و خب این طبق این میتونه حالا یه ارزیابی بهتری داشته باشه که آیا شما واقعا متخصص هستید یا فکر میکنید که متخصص هستید. ادامه ماجرا میشه حالا اون ابزارهای مختلفی که تو هر رشته طبیعتا موارد مختلفه. توی فضای کامپیوتر مثلا حالا سیستم الایی که باش کار کردید، انواع دیتابیس ها، پایگاه دادایی که وجود داره،
نرم افزارهای حالا مختلف که برای کارهای تخصصی مختلف وجود داره، خوبه که بیاد و مشخص و با یک ترتیب منطقی. اینو همونطور که خدمتتون گفتم میشه حالا از این کلمات استفاده کرد، یعنی شما ممکنه که یک آشنایی باش داشته باشید در حد یک پروژه دانشگاهی خیلی کوچیک که تمرین کردید، یا نه خیلی حرفه‌ای هستید، یا یک سابقه کاری خیلی صنعتی جدی دارید، یا یکی از این هم هستش که مثلا میگه که نه من ابداع این زبان یا اون طول در واقع کار من. باز اینجا داریم که اون چیزی که مرتبط تره و ریسنت تره. حالا من یه سوالی برای اینکه یه خورده از تعامل من بیشتر بشه، فکر می‌کنید که برای کسی که داره برای پوزیشن دکترا و پی اچ دی کامپیوتر ساینس اقدام میکنه، خوبه که تخصص آدوب پریمیر که بحث تدوین ویدیو هست توش بیاد یا نه؟ آقای هم میگن نه، آقای عارفی هم بله، خانم دنیا میگن نه. دیگه چی؟ نه. یکی دو تا دیگه هم نظر بگیریم و بعد دیگه حرکت کنیم. نبود؟ بریم جلو. این مثبت ها یعنی بله یا نه؟ این من چیز مثبت رو یا اینکه نفر قبلی رو دارید تایید میکنید، حالا اینو نمیدونم، ولی به نظر میاد که اکثرا میگن نه. نه سوالی نیستش، متوجه نشدم. نه سوالی نیستش، نه من اینو نتونستم درست بخونم، ولی متوجهم که این نه از کجا میاد، ولی شاید جواب درسته این که بستگی داره. این بستگی داره به این معنی نیستش که آره ممکنه که یه کسی همینجوری بیاد بگه بگیم که احتمالاً نه، مثلا مگه میخوای کار گرافیکی انجام بدی؟ اگر اون پوزیشن پی اچ دی کامپیوتر ساینس بحث مدیا و تکنولوژی به معنی حالا هیومن کامپیوتر اینتراکشن باشه، چی؟ اونجا ممکنه که بحث چیزای گرافیکی و اینا اتفاقا خیلی چیزای مهمی باشه. بحث مثلا مالتی مدیا و اینا بعضی از دانشگاه در واقع این چیز رو دارن و اونجا دانش مثلا شما توی طراحی گرافیک و طراحی و اینا اتفاقا خیلی ممکن چیز مهمی باشه. ولی بله میتوان گفت که احتمالاً به صورت کلی باید دید که اگر ارتباطی نداره توش نیاد. اگر مثلا قراره که در مورد تئوری کامپیوتر ساینس و مثلا چه گراف تئوری و از این چیزا صحبت شه، خب احتمالاً وجود ادوب پریمیر اونجا کمکی نمیکنه. ولی نکته مهم همینجا هست، یعنی باز باید ببینیم که داره برای چه پروژه‌ای این درخواست داده میشه و یه نکته مهمتر، آخرین باری که مثلا طرف واقعا به پریمیر دست داده کی بوده، اینکه مثلا تو بچگی این کار کرده یا نه. مرسی از مشارکتتون، خیلی خوشحال کننده بود که همراهید. خلاص نکته بعدی هم این که آدم باید حواسش باشه که هر چیزی رو که میشنوه لزوما نذاره اون تو و این رو هم داشته باشه که حالا نه میذارم فعلا تو رزومه، بعدا میرم یادش میگیرم. خب اول برید یادش بگیرید، بعدا برید توی رزومه بذارید اگر که اون کار لازم داره اون پروژه رو، اون مهارت رو. و اینا در واقع میگم دیگه بعضی وقتا این هستش که هر از گاهی آدم باید بره رزومه‌ش رو نگاه کنه و یه سری مواردی رو که دیگه کم کم آخرین باری که ازشون استفاده کرده چندین سال پیش بوده رو شاید بهتر باشه که حذف کنه، برای اینکه بالاخره تکنولوژی و فناوری خیلی زود تغییر میکنه. بریم قسمت بعدی، بحث علایق به صورت کلی و سرگرمی ها. شاید تو بعضی از رزومه ها دیده باشید که تحت عنوان هابیز مثلا میارن. باز از این سوالی این که من هر روز عصر مثلا میرم توی پارک قدم ورزشکارانه ای میزنم، به نظرتون این باید توی رزومم بیاد یا نه؟ نه نه خیر، نه خیر. ادمین یک دو تا خط تیره، نه
من همین الان گفتم جواب تقریبا اکثر این سوالا اینه که بستگی داره. اگر که من دارم برای پوزیشن یک چیز بحث فیزیولوژی ورزشی و نمیدونم روابط بررسی محیطی پارک ها دارم درخواست میدم، اون موقع چی؟ خب میتونه مرتبط بشه، ولی نکته چیه؟ نکته مهم اینه که اگر که مرتبطه، خب پس احتمالاً دیگه سرگرمی و علایق و اینا نیست، بیشتر میشه مثلا یه مهارت، یه چیزی. یعنی جواب شما در کل درسته این نهایی که دارید میگید. پس این دو تا نکته همیشه یادمون باشه، اونی که یعنی مرتبط باشه به اون پوزیشن و اخیر باشه ماجرا. بحث این اینترست و هابی به معنی کلان و کلیش که داریم میگیم، ممکنه که برای یه سری از این شرکت ها و حالا فضاهای اروپایی آمریکایی یه چیز پازیتیو در نظر بگیرن، بگن آره این چیز مثبتیه، به به چه آدم چند بعدی و اینها. اما طرف قرار نیست ما رو به خاطر اینکه خیلی آدم ورزشکاری هستیم به عنوان نیروی دیولپر مثلا یک شرکت سافتوری یا نیروی مهندس عمران ما رو بگیره. خب و من پیشنهادم اینه که اگر میخواید همچین موارد رو بیارید، صرفاً اگر فضای خالی دارید و نمیدونید باش چی کار کنید اینو بیارید. و حالا سوال اینه که واقعاً آیا شما توی یک رزومه 1 تا 2 صفحه‌ای فضای خالی دارید که قراره با این پر کنید؟ نمیتونستید مثلا با یک چیزای مرتبط تری پر کنید. پس مواردی مثل این که من مثلا آدم چند بعدی من بریدینگ میکنم، من هایکینگ میکنم، فن فلان کشورم یا چیزای دیگه، من پیشنهادم اینه که اینو بذارید توی بحث اون سایت شخصیتون بمونه و توی فضای حرفه‌ای سعی کنید که در واقع تمرکز باشه روی اون چیزای مرتبط تر با شرایط کاری. اصلا اهمیتی به توانایی‌هایی که خودمون می‌نویسیم تو رزومه میدن یا اینکه صرفا از روی پروژه انجام شده بررسی می‌کنن؟ عرض کردم آره، یعنی به صورت کلی طبیعتاً من این سوال از خودت می‌پرسم هومن جان، اگر که 2 نفر رو داری، یک کسی هستش که حالا من باز میگم فضای برنامه‌نویسی و اینها مد نظرم، کامپیوتری مد نظرم، 2 تا آدم با مهارتن، یکی زبان ایکس رو بلده خیلی حرفه‌ای و میره پارک، یکی زبان ایکس رو بلده خیلی حرفه‌ای و زبان فلان رو هم بلده و اینو تو رزومش آورده. برای شرکت من این که کدوم طرف توانمندیش بیشتره نظر فنی مهمتره طبیعتاً، ولی این رو هم داشته باشید که میگم یعنی ممکنه که تو فضای مصاحبه توی قسمت‌های بعدی این بیاد و یه وقتایی هم میگم ممکنه که اتفاقاً چیزای مثبتی باشه. باز در واقع این تعامل انسان کامپیوتر، هیومن کامپیوتر اینتراکشن یا کاری که بحث دیزاین و اینها توش هست، ممکنه که اینا اتفاقاً مواردی باشه که بگین که من خلاقیتم رو دارم از اینجاها میارم. به صورت کلی ترجیح بر اینه که تمرکزمون رو بذاریم روی اون مواردی که تو تخصصی خیلی بیشتر به کارمون میاد و این چیزها رو بذاریم توی سایت شخصیمون اگر کسی خواست بره اونجا سراغش. موارد دیگه‌ای هم اینجا مطرح میشه، بحث مثلا حالا کار داوطلبانه به عنوان سکشن های دیگه‌ای که ممکنه توی رزوممون باشه، اینکه تو چه کمیته هایی، تو چه انجمن هایی فعالیم، درس هایی که مثلا آنلاین حالا یا سرتیفیکیت داره یا نداره، یا درس هایی که انگلیسی میگن آدیت کردیم، ایران در واقع فارسی میگن مستمع آزاد مثلا شرکت کردیم. اینا خب میتونه در واقع نشون دهنده اون کارهایی باشه که شما از درون در واقع دارید کارهایی انجام میدید. شاید این موارد بتونه موارد خوبی باشه برای اینکه اون هابی ها و اینترستاتون هم نشون بده و یه ارتباط خوبی هم باشه. مثلا من عضو انجمن طراحان گرافیک کامپیوتری در فلانم، مثلا من جزء انجمن علمی هستم، مثلا بچه‌ای مثل علیرضا و اینها، نشون میده که یه سری مهارت‌های حالا رهبری و کار تیمی و اینها رو خودخواسته در واقع تمرین کردن. و نکته مهمش اینه که در واقع اون مواردی خوبه که بیاد که در واقع یک در واقع ویژگی منحصر به فردی رو، یک ارزش افزوده‌ای رو خلاصه به رزومتون اضافه میکنه. یه قسمت دیگه بحث افراد معرف هست که نکته اساسی اینجا هستش که باید در واقع یک تعدادی از افرادی که واقعا ما رو میشناسن بیاریم و اونهایی که به نیکی ما رو میشناسن و خوبه که اینو در واقع قبلش باشون چک کنیم، حالا چه تو فضای دانشگاهی و چه تو فضای صنعتی. مثلا یه مدیریه، یه
سوپروایزری، استاد راهنماه، یا مثلا مدیر گروه، رئیس دانشگاه است، یا هر چیز دیگه، کسی که مثلا تی ایش بودید، یا تو فضای کاری میگم مدیر مستقیمتون یا مدیر بالا سریتون، یا نه اگر یک شخصیت تاثیرگذاری توی زمینه حرفه‌ایتون و شما رو به خوبی میشناسه، خوبه که در واقع باهاش یه چکی بکنید. و اونهایی که باز این چیز هست دیگه، هم مرتبط‌تر و هم اخیرتر باشون در ارتباط بودید، اونجا بیاد و اسمشون خیلی دقیق و حالا اصطلاحاً افیلیشنشون یا اون وابستگی سازمانی که دارن و اطلاعات تماسشون که اغلبا میشه حالا یا ایمیل یا شماره تلفن، و معمولا ایمیل فکر کنم که کافی باشه. ترتیبش هم حالا مهمه دیگه، میگم یعنی بعضی وقت شما تمرکزتون رو میذارید روی این که اون کسی که فرد مهمتری هست باشه، ولی باز از این سوالاتی که درمایش داریم، شما فرض کنید که من اسم سوپروایزر، اسم استاد راهنمام رو، اسم سوپروایزر مستقیم تو فضای کاری رو به عنوان فرد معرف نیارم و شما وقتی که رزومه من رو میخونید و مثلا بالاش نوشتم من تز رو با فلان استاد رو داشتم و اسم این آدم توی افراد معرف نمیاد، طبیعتا آدم ذهنش میره سمت این که خب اینا احتمالاً با میگه دعوایی کردن یا نمیدونم خوشایند خلاصه نبوده اون تجربه. ممکنه که واقعا این اتفاق پیش بیاد، ولی این رو آدم باید در نظر داشته باشه که این اطلاعاتی که توی رزومه میاد خلاصه یک سری اطلاعات ورای این چیزا رو هم میده. بعضی وقتا ممکنه که شما این اصطلاح available upon request یا در صورت لزوم مثلا حالا ارسال میشود رو هم ببینید که من پیشنهاد میکنم که همچین چیزی رو نیارید، یعنی مشخصا اسم افراد رو قید کنید، برای اینکه این عبارت خیلی چیزی به رزومه ما اضافه نمیکنه. یعنی شما باید دائما در نظر داشته باشید که رزومه قراره که یک چیز یک صفحه‌ای تا 2 صفحه‌ای باشه، به عنوان شورت رزومه، البته دارم شورت سی وی. اون بحث لانگ سی وی اینه که خب شما میتونید داشته باشید و هی همش بهش اضافه کنید، ولی توی شورت سی وی 1-2 صفحه‌ای هر خطش در واقع میشه به جای این خط بریم یه اسم یه پروژه، یه اسم کاری که کردیم رو بیاریم. من پیشنهاد میکنم که الان یه فاصله مثلا شاید یه 5 دقیقه‌ای، 3-4 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای هم یک استراحتی بکنید، چون تقریبا یه 45 دقیقه از ارائه‌مون پیش رفته و همین که سوالی، نکته‌ای، چیزی هست من در خدمتم. یه قسمت بعدی یه سری نکات کلی هم تو این صفحه میبینید که حالا چه مواردی خوبه که رعایت بشه. بعد میریم سراغ دیدن چند تا رزومه و بررسیشون با کمک شما. ما میگم حالا دقیقا مثلا یه 4 دقیقه دیگه میتونیم ادامه اون رو با هم داشته باشیم، ولی من هستم اگر که نکته، سوالی، نظری، چون اینجا خیلی لزوما چیز درست و غلطی وجود نداره. من دارم سعی میکنم که چیزایی که از حالا منابع مختلف جمع کردم و مواردی هم که اگر که شخصی هست سعی میکنم که بگم که به صورت شخصی هست. عالی، ممنون علیرضا جان که نوشتیم. تو ممکنه استراحت کوتاهی باشه، ولی چون میخوایم که مختصرتر جلسه رو جمع بندی کنیم. تو این فاصله اگر که برای که من یه خورده بهتر بشناسم دوستان رو، اگر که هر کدوم دوست داشتید بگید که الان کجا مشغول هستید یا مثلا حالا دانشجو هستید، من خوشحال میشم که یه خورده فضای ادامه جلسه رو میتونم طبق اون پیش ببرم.
ممنون، مرسی. گواهینامه هایی که از جاهای مختلف میاد مثل کورسر شاید بهشون اهمیت ندن. سوال خیلی خوبه، ممنون هومن جان. اگر اجازه بدی اینو من 1-2 دقیقه جواب بدم که اگر دوست داری کسی رفت ازت بخوام برمیگرد. ممنون، سوال خیلی خوب. دانشجو ارشد خیلی اعتبار گواهینامه ها به چه گواهی ها به چه صورت؟ ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش امنیت. خب به به، خانم روژین احتمالاً حرفای من براشون راحت تر بوده چیزش من چون تو همین فضا فکر میکنم. ارشد پرتوزشی، ارشد MBA، چند تنوع جالبی. کارشناسی آمار. پس این دوستانی که MBA و پرتوپزشکی و حالا موارد دیگه، من عذرخواهی میکنم که خیلی تخصصی توی رشته‌تون ندارم که مثال مرتبط تر بزنم، ولی حالا شما هم سعی کنید که تو فضای مختلف شبیه تر کارشناسی میکروبیولوژی. جالی. مرسی. با گپ هایی که در رزومه هست چطوری رزومه میتونم پروژه شخصی من مثلا تحقیق انجام میدیم فلان. آره مرسی پوریا جان، من الان این 2 سوال رو بهش میرسیم. یه سوال بحث حالا اعتبار گواهی ها و کورسرا و اینها بود که من شاید خیلی زود ازش گذشتم، ولی این توی حالا سکشن تحت عنوان آنلاین کورسز یا مثلا سرتیفیکیتس یا آنرز اند اواردز مثلا میتونید بیارید. و آره طبیعتا جایی مثل کورسرا، یودمی، حالا توی ایران مکتب خونه، نمیدونم کافه تدریس، حالا هر موارد مختلفی که وجود داره، اینها خوبه. اتفاقا نکته اینه که اگر که همون حرف همیشگی، اگر مرتبط هست، اگر اخیراً اتفاق افتاده و فکر میکنید که کمک میکنه به این که در واقع کسی که داره رزومه شما رو میخونه برداشت بهتری ازتون داشته باشه، حتما خوبه که آوردنش. نیازی هم نیستش که بحث مثلا حالا اعتبار گواهی خیلی حتما از یک جای مهمی و اینا باشه. شما اگر یک درس رو، یک دوره رو گذروندین و در واقع مهارتی رو طبق اون به دست آوردین که فکر میکنید که کمک میکنه که به رزومتون، آره حتما خیلی هم خوبه که بیارید. و میگم همونطور گفتم میتونه در واقع یک بخش جداگانه‌ای باشه یا حالا توی رزومه هایی که در ادامه میبینید تنوع آوردنشون. سوالی که در واقع پوریا داشت در مورد گپی که تو رزومه هست، حدسم اینه که مثلا گپ مربوط گپ تحصیلی شاید تو ذهنتونه که آره این دقیقاً توی حالا قسمت‌های بعدی میتونه این جبران شه. مثلا شما اگر لیسانس رو انجام دادید، بعد رفتید یه مدت کار کردید و بعد حالا مثلا مقطع ارشد مشغولید یا حالا هر چیز دیگه ای، این توی رزومه میتونه توی اون همون تاریخ‌هایی که عرض کردم بیاد دیگه. یعنی شما مثلا ممکنه بگید که از سال 93 تا 97 مثلا لیسانس بودم، از 97 تا چند 2 سال رفتم سر کار، بعد دوباره برگشتم توی ارشد. این توی همون مقاطع مختلف
عددهایی که در واقع میاد، یعنی به عنوان تاریخ‌هایی که میاد، در واقع این گپ رو یه جایی توضیح میده دیگه. یه روش دیگهش اینه که میتونه اینجوری باشه که حالا این تفکیک سوابق تحصیلی و کاری همش بیاد توی یک سکشن تحت عنوان حالا مثلا سوابق کاری و تحصیلی، که شما این پشت هم بودن رو برای اون خواننده راحت‌تر نشون بدید. حالا این تحقیقی که انجام دادید یا یک موردی که مثلا می‌خواستید یاد بگیرید میتونه تحت عنوان میگم حالا ایندیپندنت ریسرچر باشه، یا اصطلاح چی میگن سلف ایمپلوید و چیز فارسیش میگن خود خویش فرما، دنبال این کلمه خویش فرما. حالا اینا در واقع میتونیم توی رزومه ازشون استفاده کنیم برای اینکه کمک کنه به این که نشون بده که شما دائما توی این فضای حرفه‌ای خلاصه فعال. ممنون از سوالاتون. این قسمت دوم یه سری نکات کلی هست که به درد هر متنی میخوره و مخصوصا بحث رزومه، که با هم یه مرور سریع داشته باشیم و بعد بریم در مورد رزومه های مختلف رو ببینیم. خوبه که از کلمات قلمبه سلمبه و خیلی چیزای پیچیده توش استفاده نکنید، مخصوصا من اینجا تمرکزم روی رزومه انگلیسی هست. از اون طرف هم خیلی کلمات نامبهم و اصطلاحاً تکه کلام ها یا سلنگ ها استفاده نشه، تا جایی که میشه خیلی مشخص، راحت و خیلی به قول to the point، خیلی دقیق کلمات استفاده بشه، خیلی بهتر هست. خیلی خوبه که از زبان خودتون استفاده کنید و این your own language به معنی این هستش که در ادامه همون کلمات قلمبه سلمبه به کار نبردن، برای اینکه توی خیلی از چیزا، حالا اگر که به دید بحث حالا اپلای کردن و اینا دارید میبینید، رزومه در واقع یکی از اون چیزایی که طرف داره سطح زبان انگلیسی شما رو هم با اون برای اولین بار میبینه و خوبه که هم یک متن خوانایی باشه و همین که اون چیزی که در واقع شما سطح زبانتون هست رو هم بتونید نشون بده. و همونطور که حالا از قبلش هم استفاده کردم، گفتم تا جایی که میشه از میگم اظهار نظرهای مثلا شخصی و اینا به صورت سابجکتیو خیلی توش مطرح نباشه. یه چیز دیگه هم که جمله کلا شاید توی رزومه و مثل هر ارائه دیگه خیلی چیز مناسبی نباشه، به این معنی که من این کار را کردم یا ایشان این کار را کردن. در واقع صرفا فعل اون جمله رو مورد استفاده قرار بدیم. خوبه که فونت های خیلی طراحی شده و استاندارد استفاده بشه که توی بحث انگلیسی یا لاتین تایمز رومنز، هلوتیکا، اریال، کالیبری، جیل سنس، جورجیا، حالا اینا من چند تا مثال آوردم ولی توی تمپلیت های مختلف هم در واقع میتونید ببینید. مهم اینه که خوانا باشه، مهم اینه که شکیل و در واقع حرفه‌ای باشه. توی فارسی هم فکر میکنم که یعنی یه زمانی بی‌نازنین برای حالا پایان نامه ها اینا فکر کنم استفاده میشه اگه اشتباه نکنم، و نسخه شاید یه خورده استانداردترش این سری فونت های آی آر هستند که فکر کنم آی آر میترا یا ایران سنس و اینها حالا جزو گزینه ها هستن. معمولا بعضی از رزومه ها مشخصا میگن که بعضی از در واقع شرکت و دانشگاه میگن که چه فونتی با چه شماره‌ای و چه چیزی استفاده بشه. اگر هم که قرار هستش در شما نسخه فیزیکی رزومتون رو جایی ببرید، روی یک صفحه آچار خیلی ترتمیز سفید بدون بک‌گراند چی میگن ابر و خورشید، نه چی میگن ماه و خورشید، ابر و ماه و ابر، چیزی اونم مثلا توش نباشه، رنگی نباشه، یا چیزای از این دست، تا جایی که میشه در یک چیز حرفه‌ای و دقیق. نکته بعدی که نکته خیلی مهمیه که حالا به نسبت چند سال پیش که من شاید این ارائه رو میدادم الان اوضاع بهتر شده یا راحت تر شده، بحث استفاده از این کاملا مثلا گردیه‌ای، مرسی رضا ابروات، هر ابزار هوشی مثل چت جی پی تی یا هر
چیز دیگه که استفاده میکنید خوبه فقط اینو در نظر داشته باشید که اینها هم میتوانن، یعنی اینها آدمن، ممکنه که اشتباه کنن، ولی خوبه که در واقع این استفاده بشه. و پروف رید کردن یا در واقع چک کردن اون متن نظر نگارشی خیلی مهمه و ضروریه و هر چقدر بیشتر انجام شه بهتره. و خوبه که به چند تا از دوستانتون هم رزومه ها رو بدید که اونها هم بدونن، چون بعضی وقت آدم انقدر درگیر نگارش میشه و بالا پایین کردن میشه یه سری چیزا رو نمیبینه. تایپو، قرارات گرامری یا استفاده مکرر از یک کلمه یکسان، اینها جزو مواردی که خوبه که در واقع بررسی شه. یه راهی که در واقع راهکاری که برای عدم، یعنی تنوع دادن به فعلای مختلف هست، یه چیز از تحت عنوان پاور وربز یا اکتیو وربز که حالا جلوتر هم یه خورده صحبتشو میکنیم. مثلا دارم میگم حسی که شما دارید نسبت به یک رزومه که هی دائما بگه طراحی و پیاده سازی فلان، طراحی و پیاده سازی بهمان، طراحی و پیاده سازی بهمان. حالا من فارسیشو مثال زدم، هی شما فرض کنید مثلا دیزاین اند ایمپلمنتیشن اف دیزاین اند ایمپلمنت، این میتونه دیولپمنت باشه، این میتونه چم دیزاین، یه کار طراحی، تحلیل یه چیز، ساختن فلان چیز، یعنی این فعل ها رو میشه طبق اون کار مشخص تغییر داد. اسم فایل پی دی افتون سعی کنید که خیلی مشخص باشه، حالا اسمتون باشه یا نام خانوادگی با هم یا نام خانوادگی مثلا، و یک تاریخی باشه که نشون بده که این کی طراحی شده و حالا مثلا کلمه سی وی. چرا من اینو دارم میگم؟ برای اینکه شما فرض کنید که اول گیرنده کلی ایمیل یا سی وی های مختلفید و این کمک میکنه که در واقع طرف بتونه به فایل شما دسترسی راحت تری داشته باشه. یه نکته هم در نظر داشته باشید که از کلمات مخفف توی رزومتون استفاده نکنید مگر اینکه خیلی دیگه همه‌گیر باشه و همه بدونن، یا اینکه این تکنیک رو میشه استفاده کرد که مثلا دارم میگم اگر که حالا دانشجو شاید بهشتی هی ما بخوایم اینو بنویسیمش، ممکنه که مثلا تو چیز انگلیسی این هی دائما داره تکرار میشه یه بار توی اون بالا به عنوان سابقه تحصیلی بنویسیم شهید بهشتی یونیورسیتی توی پرانتز SBU، دیگه از اونجا به پایین اگر من بنویسم SBU دیگه تکلیف معلومه دیگه. حالا مثلا برای دانشگاه‌های دیگه مثلا امریکا مثلا میشه AUT، نه شریف مثلا، حالا خود همون شریف مثلا، اینو خوبه که مد نظر داشته باشید. برای بار چندم نکته اینه که آیتم هایی که در واقع مرتبط تر و اخیرتر هستن باید بیاد و نه هر چیزی که ما انجام دادیم. و مشخصا من دارم تاکید میکنم که این فرق بین لانگ سیوی و شورت سیوی هست. یه نکته دیگه هم که به نظرم خیلی خیلی مهمه و تأثیر داره در اینکه شانستون برای مصاحبه گرفتن، بازم تاکید میکنم که رزومه قراره که در واقع ما رو از ریجکت نشدن در واقع نجات بده یه جورایی، اینه که برای هر درخواستی که دارید میفرستید طبق اون در واقع کاستومایزش کنید. و این همون حسیه که شما شاید یکی دو هفته پیش داشتید وقتی که یه نفر یه پیام نوروزتان مبارک سند تو آل میکرد. این نشون میده که خب برای شما اونقدر یه شاید آدم نزدیکی نیست یا خیلی هم نخواسته براتون وقت بذاره دیگه، ولی به جاش مثلا یه پیام بدین که سلام علیرضا، مثلا امیدوارم که بهار خوبی باشه و اون ماشینی هم که مثلا خریدی چرخش به چرخه براتون. این احتمالا خیلی پیام در واقع حس بهتری رو در اون گیرنده ایجاد میکنه که آها خب واقعا مثلا رفته شرح وظایف این کار رو خونده، اگر استاد هستم مثلا رفته این مقالات رو خونده دیگه که من علاقه‌مندی هام به چه چیزهایی هست و طبق اون پیش برده. همونطور که گفتم یادتون باشه که رزومتون قراره که در واقع توسط یک آدم و انسان بررسی بشه. حالا طبیعتا ممکنه که توی یک سری چیزای شرکتی و اینا در واقع ماشینی هم چک بشه و یک سری رزومه ها هم تو مرحله ماشینی هست بره کنار، ولی در نهایت تصمیم گیرنده یک انسانه و اون انسان اون تصویری که شما تو ذهنش ایجاد میکنید کاملا تاثیرگذاره. مثلا دارم برمیگردم به اون غلطای نگارشی، مثلا برای یک پوزیشن دکترا یا یک پوزیشن
مثلا تکنیکال رایتر اصطلاحاً، اگر شما یه غلط املایی، غلط نگارشی توی رزومتون داشته باشید، خب واقعا نشونه خوبی نیست. به این معنی که اون طرف برای یک چیز 1 صفحه‌ای یا 2 صفحه‌ای اونقدر وقت یا دقت رو نذاشته که تر و تمیز باشه، چه برسه به اینکه حالا بقیه پروژه‌ای که قرار از الان بعد انجام بده رو چه جوری قرار انجام بده. بازم تاکید میکنم یه سری اطلاعات رو میشه آدم بذاره برای مصاحبه یا سایت شخصی. اون مهمترین چیزها باید بیاد توی رزومه. خوبه که تاکید کنیم و بزرگ کنیم، نه حالا اغراق و در واقع مبالغه بیش از حد، ولی بزرگ کنیم اون توانمندی هامون رو با یک نحوه گفتن و طبیعتا رزومه جای این که من این چیزها رو بلد نیستم نیست. طبیعتا اگر یک چیز رو بلد نبودید و مرتبط نبوده، خب نیومده دیگه. و اینو حالا قبلا هم گفتم، واقعا جایی نداره دروغ در رزومه. اون مهارتایی که بلدید، اون حالا گواهیایی که گرفتید رو مثلا بیارید و نه چیزهایی که آینده قرار برید سمتش. اگه یادتون باشه گفتیم که یک رزومه به صورت میانگین شاید 30-40 ثانیه روش یه نفر داره سکیم میکنه اصطلاحاً، یه نگاهی بهش میندازه. پس باید خیلی راحت خون باشه و سکشن‌های مشخص، تأکیدات مشخص. اگر قراره که به یک کلماتی تأکید بشه، این حالا میشه با یک سری از این تکنیک‌های استایل‌های فونت درستش کرد، یا فونتش بزرگتر باشه یا بولد باشه، ایتالیک باشه یا آندرلاین، یه چیزی. این در نظر داشته باشید که اگر که قراره که از رنگ، یعنی مثلا متن رنگی استفاده کنید، به این فکر باشید که ممکنه که یک نفر این رو به صورت بلک اند وایت، سیاه‌سفید داره پرینت میکنه. مخالف استفاده از رنگ نیستم، اما 2 تا نکته داره. یکی این که بحث حالا اون افرادی که ممکنه که یک سری اختلالات بینایی داشته باشن، مثلا کوررنگی و اینها، یا اینکه رو تو صفحه سفید یه رنگ زرد بذارید یا رنگ‌های عجیب غریب، خب اینا خیلی مواردی هستش که مهمه. ولی فرض رو بر این بذارید که میگم فضای مهندسی و آکادمی و علمی چیز رو دارم میگم، همون متن و اینا کافیه. یه نفر دیگه ممکنه نبیه من دارم برای طراحی گرافیک، برای هنری، یه کار هنری دارم رزومه میفرستم یا اون پورتفولیو رو میفرستم، طبیعتا اونجا باید اتفاقا از رنگ، از دیزاین، از این موارد استفاده بشه. توصیه خیلی خیلی جدیه من اینه که اصلا سمت نوشتن جمله و اینها نرید و سعی کنید که با بولت های مختلف در واقع نکات رو برسونید. و همونطور که قبلش هم گفتم، اگر مثلا یا میتونید به صورت مصدری جمله رو بنویسید، مثلا در میام همون حالا یا اسم مصدر، یه حالت اینه که من در سال فلان تا فلان این طراحی و پیاده سازی کردم یا میکنم. میتونید اینو تبدیل کنید طراحی و پیاده سازی فلان چیز و تمام، و همون مفهوم رو میرسونید. آدم خوبه شوخ باشه به اندازش. از حالا کلمات و اصطلاحات ایموجی های خیلی عجیب غریب خوبه که استفاده نکنید. اونها رو میتونید بذارید برای مصاحبه، اونها رو میتونید بذارید برای سایتتون. این اصطلاح رو توی فضای طراحی و اینها زیاد میشنوید. Keep it short and simple. اینجا هم دقیقاً مشابهش میشه اینو گفت که keep it brief، خلاصه و مختصر مفید نگهش دارید. یه چیزی بین 1 تا 3 صفحه، حالا باز بستگی داره که معمولا محدودیتایی که اون شرکت یا حالا فرم اپلیکیشن داره. به روز باشه، خیلی منسجم و شکیل و زیبا باشه. اگر برای یک جایی دارید ایمیل میکنید یا یک فایل دارید میفرستید، لطفاً فقط PDF بفرستید، مگر اینکه مشخصا بهتون گفته باشن که نه، ما فایل ورد میخوام. و خیلی عجیبه که اگر اونو بگن، ولی حالا ممکنه چیز باشه. اگر هیچ قسمتی از این ارائه به درتون نخورد، اصلا مهم نیست. اگر میخواید برای یه نفر رزومه بفرستید، حتما فایل PDF بفرستید. خوبه که در واقع توی 2 تا نسخه داشته باشید، انگلیسی، فارسی، و چک کنید حالا اون ریکوایرمنت ها، اون نیازمندی هایی که توی هر قسمت هست چیه.
و حتما قبل اینکه اون دکمه حالا ارسال رو بزنید یه نگاه کلی مجددا بندازید. خوبه که آدم مطمئن باشه. تقریبا اون قسمت ارائه‌ای که مد نظرم بود انجام شد. یه قسمت دیگه ای که الان میخوایم در موردش صحبت کنیم هم بحث پاور ورب ها هست. توی اون لینک هم که براتون فرستادم لینک هست به این محتوای اینجا و میتونید که اینجا ببینید. توی ریسورس ها اگر که برید همونطور که گفتم میشه از تحت عنوان پاور وربز، حالا این توی کلمات انگلیسی هست اینجا من همینطور سرچ هم کنید میتونید خیلی از این چیزا رو ببینید، ولی حالا همینجوری من فقط اینو بهتون نشون میدم. اینها همونایی هستن که گفتم راههایی هستن برای اینکه هی ما تکرار نکنیم کلمه انجام دادن و کلمه فیکس کردن و کلمه شو و اینا حالا توی نگارش به صورت کلی خیلی به درد میخورن و خب معانیشون هم معانی مختلفه دیگه. یعنی شما یه وقتی از یه چیز رو مثلا حالا من دارم اینجا رو میخونم اسمبل میکنید، یه وقتی از میسازید، یه وقتی از طراحی میکنید، یه وقتی از سنتز میکنید، فرمولیت میکنید. میدونید همه اون کلماتی هستن که میتونن مفید باشن و این کلمات رو شما توی حالا این فایلایی هم که براتون مثلا من فرستادم میتونید اطلاعات بیشترش رو ببینید. قسمت بعدی حالا این توییت های یه سری لینک دیگه هم گذاشتم از این که نظرات افراد دیگه ای که حالا من یه مقطعی ازشون پرسجو کرده بودم رو میتونید ببینید. امیرحسین پیبرا که الان در دانشگاه هستن تو دانشگاه KTH کم و بیش اشاره کردم توی صحبتام. نباید ذره خطا چه مفهومی و چه نگارشی تو رزومه باشه. اگه فردی در نوشتن چند صفحه رزومه خطا داشته باشه احتمال اینکه در کارهای جدی‌تر هم خطا داشته باشه بیشتر خواهد بود. تعداد صفحات رزومه میتونه کوتاه یا طولانی باشه، بستگی به جایی هستش که میخوایم بفرستیم. این حالا به عنوان چیزای شوخیه، ولی اثرات حالا پاور ورب ها یا نحوه این که چجوری خودمون رو بفروشیمه، اینکه یه لامپ رو مثلا عوض کردم میشه انقدر با دیتیل و اینها توضیح دادش که من تونستم آپگرید کنم و سکسسفولی مثلا دیپلوی کنم یک در واقع یک سیفتی اینسیدنت و خلاص ازش جلوگیری کنیم. این هم از اون چیزای شوخی دیگه. رزومه اسپریس خیلی کار کردم، تو از خودت بگو. طبیعتا شما وقتی برای یه جای رزومه میفرستید این رو باید در نظر داشته باشید که یه مقدار آدم فروتن باشه و در واقع خیلی ادعا هم نداشته باشه. چیز خوبیه. کسی که تو رزومش برای سیس ادمین بحث مدیریت حالا سرور و اینها به صورت کلی نوشته تدریس دروس ریاضی راهنمایی، من باید چی بهش بگم؟ اگه یادتون باشه گفتم اون کسی که رزومه شما رو میخونه یک آدمه و این آدم ممکنه بیاد و اینجوری توییت کنه در موردتون. هر غلط املایی در رزومه یا ابسترکت شما خاری در چشم من. سینا که الان فکر کنم که توی ایبی مشغوله، روی حالا تعداد صفحات تاکید کرده و اینکه مثلا حالا بحث ریسرچ اینترست علایق پژوهشی خیلی کلی نباشه که مشخص باشه که روی چه مواردی است. سجاد که اونم الان دانش دکترا ولی خب سابقه زیادی توی بررسی رزومه کاری و مثلا تو فضای ایران داشته، به نظرم نکات جالبی گفته. مهمه که برای هر پوزیشنی که اقدام میکنی خودت رو از زاویه‌ای بولتر نشون بدی که به اون پوزیشن میخوره. مثلا من به رزومه های چند صفحه‌ای که 90% رو محتوای آکادمیک پر کرده خیلی کمتر از رزومه نیم صفحه‌ای که 2 تا تجربه کاری کوچیک داره اهمیت میدم. رزومه فرانت اند دیولپری که فایل ورد برام فرستاده نشونه بی‌سلیقگی رو اصلا نمیخونم، در حالی که بک اند دیولپر رو میخونم. شما نکنید این تاثیر موارد رو داره میگه. لازم نیست رزومه همه تجربه از ازل تا ابد رو داشته باشه. لازمه اون بخشی که من رو واجد شرط اون پوزیشن میکنه به خوبی نشون بده
و بقیه در حاشیه باشن. خیلی از مواردی که دوست داریم باهاش جلب توجه بیشتری کنیم میتونه شفاهن توی مصاحبه باشه و اتفاقا تأثیر بیشتری داره. این نکته دیگه که حالا صحبتش کردیم، اگر ایمیل استاد رو به عنوان رفرنس میارن با استاد هماهنگ کنن، ترجیحاً وبلاگ شخصی یا گیت هاب داشته باشن. اگر تعداد جاهایی که مشغول به کار بودن کم هست، روی پروژه هاشون مانور بدن. لطفاً از این موارد توی سایتتون و رزومتون استفاده نکنید. از عجیب ترین چیزهایی که یک نفر میتونه استفاده کنه. حالا گرافیک دیزاین 95%، وب دیزاین 83%، فتوشاپ 71%. حالا این دقت 1 و 3 و اینا که هیچی. سوال خیلی، حالا این دقیقا زیرش هم نوشته، سوال جذاب اینه که شما وقتی 1% رو میگید من انقدر درصدش رو بلدم، یعنی 100% یک چیزی رو میدونید که چیه، انقدرش رو بلدید. چجوری 100% مثلا فتوشاپ 100%ش چیه که شما مثلا 70%ش رو بلدید یا 71%؟ به جای این کلمات میتونید طبق اون تجربیاتی که توی رزومه هست از کلمات مثلا اکسپرت، فامیلیر یا طبق همون پروژه هایی که دارید نشون بدید. یکم این نکته، ایشون رزومه کاری برای اندروید دیولپر فرستادن، انقدر تجربه کاری نداره که نمرات دانشگاهش رو در رزومه فرستاده و برای کار پاره وقت، حالا این زمان خیلی وقت پیش که 3-4 میلیون پول بود، من با نیروی فنی با تجربه من با نیروی فنی با تجربه وظیفه خودم میدونم که باد و توهم این افراد رو خالی کنم، برای آینده خودشون لازمه. حالا من این توییت رو از این بابت دارم میگم که ببینید که مورد قضاوت قرار میگیرید و قضاوت بیرحمانه ای در واقع. این فایل لینکدین رو اگه خواستید میتونید بعداً چک کنید. بریم سراغ قسمت آخرمون. توی حالا سعی میکنم که این چند دقیقه باقی مونده اینا رو هم ببینیم و این در واقع همون لینکی هستش که من توی چت هم فرستادم. این قسمت در واقع نمونه رزومه ها رو من یک موردش رو با هم پیش میریم و دوست دارم که در واقع موارد بعدی رو شما اگر که دوست داشتید با هم ببینیم و در واقع شما نظر بدید اگر که مایل بودید. این رزومه یکی از دوستان هست که رزومه در واقع تحصیلی هم محسوب میشه. من به عنوان کسی که رزومه رو میخونم میخوام بهتون بگم که شاید چجوری این رزومه رو میخونم و چه ترتیبی. اولا اینکه حالا این فایل پی دی اف رو من نگاه میکنم، به صورت یه نگاه کلی بالا اسم رو میبینم و یه مشخصاتی رو یه نگاه کلی میندازم، میگم که خب خوبه، هر کدوم از سکشن ها خیلی مشخصه، ترتیب سکشن ها به چه ترتیبیه. تمیز بودن این رزومه برای من نکته مهمیه و چیز جالبیه. حالا بریم میخوره دقیق ترش رو نگاه کنیم. اسم خیلی واضح، ایمیل مشخص، محوش مثلا .siavash@gmail، خبری از سن و سال نیست. من اگر ایرانی حالا هستم میتونم بفهمم که این دختره، ولی ممکنه که یک غیر ایرانی خیلی حتی ندونه که مثلا دختره، پسره یا هر چیز. سایتشون رو گذاشتن، گیت هابشون رو گذاشتن، لینکدینشون رو گذاشتن و لینکش هم گذاشتن، یعنی هم اطلاعاتش هست اگر کسی پرینت کنه این رو و همین که اگر من این روش کلیک کنم مثلا سایتشون باز میشه و اینجا حالا مثلا پروژه هاشون و چیزای بیشتری هم داره. سوابق آشنا در اومدن خانم پارمیدا. من ازشون اجازه گرفتم توی دانشگاه امیرکبیر ما هم دانشگاهی بودیم. مشخصا نوشتن چه مقطعی از کی شروع کردن و تا کی. من حالا پیشنهادم اینه که شاید بهتر باشه ماه رو هم بیاریم، مثلا این ماه سپتامبر 2018 تا سپتامبر 2023، چون از ژانویه تا دسامبر، از فروردین تا اسفند 1404 شما دقیقا تو کدوم ماهش
قراره که فارغ التحصیل شید میتونه مفید بشه. معدل یادتون باشه گفتم هم معدل خوبه، هم تبدیل شده به 4 برای اینکه هدفشون حالا کانادا آمریکا بوده و این تاکید که ببین من 18.85م، تازه برو حال کن 2 سال آخر من 19.64 بودم. خب یعنی الان تو پیک ماجرام هم که اینقدر دارم خوب پیش میرم جلو. و حالا بحث مثلا چیز دبیرستان و یه نکته اینجا هست، حالا بحثم جی پی ای لزوما یعنی باید آدم ببینه که کدوم به کدوم بهتره. یه وقتی ممکنه که یه نفر 18.85 باشه و این جی پی ایش بشه 4 به خاطر اینکه همه درساش رو 16 به بالا گرفته. یه وقتی هم هستش که نه مثلا عدد کمتر میشه، ولی این عدد 19.92 انقدر عدد بیش از حد خوبیه که در واقع آوردن این عدد به نظرم مهمتر از این عدد. بحث بعدی ریسرچ اینترستاشون خیلی مشخص، شیک و اینا. حالا من همونجوری که دارم به ترتیب میام پایین انتظار دارم که هم این معدل و نمره خوب رو در ادامه رزومه ببینم و همین که این علایق پژوهشی که مثلا اینجا نوشتن باید تو بقیه رزومه یک نمودی داشته باشه. حالا میریم ببینیم که چه خبره. ریسرچ اسیستنت بودم با فلانی، چیکار میکردم؟ فلان مدل این پرژن، فلان ترانسفر لرنینگ پریتین برت. خب پس این قسمت نچرال لنگویج پروسسینگ واقعا جزو علایقشون مثلا بوده. بحث بعدی مثلا با فلانی کار کردم، میدید مثلا هم کلمات اپلای کردم، این رو مدل سازی کردم، این رو کامباین کردم، این رو خیلی خوبه. یه قسمتایش حالا مثلا ممکنه که نفر بگه که این کلمات چرا مثلا ام اینجا بزرگه، آره خوبه، ولی چرا بقیه حرفا کوچیک بزرگه؟ این میتونه یه بخشش این باشه که کلمات کلیدی هن، یه بخشش این باشه که نظری رو جلب کنه، ولی خب شاید مثلا من شخص من این مدل رو بیشتر ترجیح میدم که بقیه کلمات در واقع راحت تر خونده بشه. خب اولا که تکلیف معلومه، یعنی از سال 2021 یعنی وسطای مثلا لیسانس تا الان توی یکی دو تا پروژه و آزمایشگاه و اینها خیلی فعال بودن. عالیه. خب حالا مرحله بعدی این که این پروژه ها و اینها نتایجش چی بوده، چه مهارت هایی رو مثلا دادن. مثلا دارم میگم این مثلا اگر اسم یک ابزاری هست، اگر که حالا الان من اینجا چیزی رو نمیدونم، ولی مثلا با چه زبانی طراحی شده، پایتون یا مثلا چیز دیگه، خب خوبه که این تو ادامه بیاد. افتخاراتشون نوشتن خیلی دقیق. مثلا دارم میگم این بحث مسابقات وقتی که مطرح میشه توی مسابقات برنامه‌نویسی، خب این کلمه اصلا مثلا شرکت کردن توی مسابقات برنامه‌نویسی ACM یا ICPC خیلی چیز مهمیه و اگر شما مثلا نفر اول شدی که خیلی یعنی من به شخصه اینجوری هم که اگر این خط رو میبینم میگم خب خیالم از برنامه‌نویسی طراحی الگوریتم این آدم راحته. حالا شما میتونید این رو توی رشته خودتون تطبیق بدید. ایران اوپن که مثلا بحث رباتیک فعال بودن، نمیدونم توی قسمت‌های مختلف خلاص فعال بودن و این اون جاییه که نشون میده که اون هابی ها و اینترست های شخصی مرتبط چقدر خوبه و اینکه هر کدوم از اینها یه جورایی کارهای داوطلبانه محسوب میشه، حالا بغیر از کنکور. بحث سواد تدریس رو میبینید خیلی دقیق، اسم درس، اون شخص و چه بازه این کاره بوده. اگر که برای پوزیشن مثلا تدریس میخواستن جایی بفرستن، احتمالا این تیچینگ اکسپریانس باید بیاد بالا، توضیحات تیچینگ اکسپریانس باید بهتر شه. شما تی ای بودی ولی مثلا چه کارهایی میکردی، ولی خب اینجا چون بحث ریسرچ براشون مهمتر بوده اینها رو بیشتر شرح دادن. پروژه هاشون چه درسایی، چه تکنیک هایی، لینک مثلا گیت هاب به اونجا خیلی چیز ترتمیز و دقیقی و من با دیدن اینها باز برمیگردم نگاه میکنم این ریسرچ اینترست درسته، منطبقه. مثلا نیومدن که
در مورد طراحی گرافیک مثلا حرف زدن، در مورد امنیت خیلی علاقه ندارن، در مورد شبکه مثلا خیلی علاقه ندارن، ولی در مورد هوش و دیتا ساینس که علاقه داشتن واقعا مشهوده. حالا وقتی من میام توی مهارت ها طبیعتا انتظار دارم که اینها رو ببینم. یکی از چیزهایی که فقط حالا باز میتونم بگم اینه که میتونستن اینجا باز بنویسن که چه زبانهایی استفاده شده، مثلا فلان چیز با جاوا نوشتن، با سی نوشتن یا چیزهای مختلف. یک نمونه خوبش رو دارم میگم. نکنید نوشتن programming languages اینها. خب من اولا با دیدن این پروژه متوجه میشم که چقدر تبحر دارن. یه چیز دیگه این که این رو ما قبلا دیدیم این بالاتر. نکنید. پس به نظر میرسه که تنها تجربه استفاده از این ابزار، این زبان مربوط به این پروژه است. حالا الان کاری با مثبت منفیش ندارم خب ممکنه یه پروژه خیلی خفنی باشه، ولی این رو در واقع داره نشون میده و این به نظرم چیز خوبیه. اگر شما مثلا این لینک ها رو گذاشتم من خیلی راحت میتونم برم توش و اینجا ببینم که از چه زبانی استفاده شده. مثلا میگم که این پروژه مثلا پروژه پایتونه، میگم آها خب حله من فهمیدم، مثلا حتی میتونم برم بررسی کنم تواناییشون رو، ببینم که چقدر کدشون تمیزه یا نه. ابزارهای مختلفی که باش کار کردن نکنید، چون باز بحث مثلا دیتا ساینس و ای آی اینا براشون مهمتر بوده، فریم ورک های دیتا ساینس رو به عنوان چیز جداگانه آوردن. وب پروگرامینگ هم حالا جدا. اینم که گفتم بحث زبان چیز فارسی نیتیو، انگلیسی هنوز مثلا امتحان ندادن، یعنی تو سال 2022 ولی نوشتن که برنامه‌شون چی هست و حالا طبیعتا بعدن اگر که نمرشون به دست آوردن اینم میاد. بحث بعدی ادیشنال اکتیویتی، عضویت مثلا توی انجمن داشتن، فلان چیز رو برگزار کردن، داور این مسابقه بودن و اینا اون چیزایی هستن که در واقع کمک میکنن نشون بده بگین که مثلا من آدم فعالترم. پروژه فکر میکنم که یه پی اچ دی یا مستر رو نمیدونم دقیقا، ولی برای تحصیلات تکمیلی و آمریکا. اینجا کلی رزومه مختلف هست توی این چیزی که براتون فرستادم، ایرانی و خارجی و این حرفا. حالا من الان خیلی نمیخوام دقیق چیز کنم. اگر کسی از دوستان مایل هست، من حالا یه رزومه خیلی حالا کوتاه فقط نشون میدم. مثلا رزومه تک صفحه‌ای، یعنی که دوستان منه که پی اچ دیشون رو حالا الان زای پرزنتلی گرفتن، الان مثلا گوگل مشغول کارن، تو یک صفحه، یعنی خیلی دقیق و مشخص و استفاده درست از فضاها و اون چیزایی که مرتبط ترن دیگه. میبینید که مثلا کورس های مرتبط ترشون رو آوردن، پابلیکیشنشون رو آوردن و از این دست. اگر کسی از دوستان علاقه داره که در حالا میکروفون رو من نمیدونم چجوری میتونیم بهشون بدیم، ولی بگن یکی از این رزومه ها رو با ایشون بررسی کنیم، مثلا یه رزومه مثل این، نظرشون رو بگن یا با هم دیگه یه بررسی بکنیم. خانم جعفر نژاد دستشون رو بالا آوردن، من بهشون دسترسی رو دادم. آره مرسی علیرضا جان. اگر دوستانی هم هستن باز آره اصلا حتی میتونیم مثلا چند نفرم چیز کنیم، یعنی حالته خورده. خب دوستان اگر کسی مایل هست که به صورت شفاهی یکی از رزومه بررسی بشه لطفاً دستشون رو بالا بیارم، بنده دسترسی بهشون بده. من این لینک چیز رو هم مجدد بفرستم که اگر دوست داشتید از اینجا میتونید نگاه کنید. یکی دو نفر من اشتباه دیدم، یه لحظه فکر کردم که اومدن بالا و نه، یکی دو نفر اومدن بالا دسترسی دادم، دوباره دسترسی رو لغو کردن خودشون. پشیمون شد. دوستان اگر شخصی هست من میتونم مثلا با فرشید چیز کنم اگر که دوست دارید. من از این باید دارم که یه خورده جنبه شاید کارگاهی ماجرا بیشتر باشه.
که بتونیم شاید مثلا توی 10 دقیقه یه رو آینده جمع کنیم که اون صحبت 2 ساعتمونم انجام داده باشیم. دوستان اگر شخصی هست لطفاً دستش رو بیاره بالا که به صورت حالا اگرم نه که خیلی چیز نیست، حالا میتونیم. اوکیه. خب آره من گفتم که اگر از دوستان کسی دوستان خیلی اگر که متکلم وحده نباشم از این باید اوکیه. بچه‌هایی که دستشون رو بالا نمیارن 2-3 نفر بردن بالا که حالا فعلا خب فکر کنم بریم جلو بهتر باشه. خب حالا تو این فاصله اگه خواستیم هم به صورت متنی چه سوالی. اگر کسی مقاله در حوزه تکنولوژی صنایع دفاعی داشته باشه بهتره اصلا رو نکنه. برای کجا حسن جان؟ یعنی شما اگه مثلا میخوای بفرستی واسه ستاد پشتیبانی نیروهای مسلح که خب طبیعتا خوبه که بفرستی، ولی اگر مثلا میخوای یه جایی دانشگاهی چیز باشه، رو نکردن به معنای زیرش زدن که اصلا دروغ گفتن نه من این مقاله رو ندارم که خب نمیشه. ولی آره خوبه که شاید مثلا توی رزومه نیاد و این جزء همون چیزی باشه که حالا اگه بعدم فهمیدم. همینجوری ایرانی بودن خودش حساسیتایی داره دیگه، چه برسه به اینکه صنایع دفاعی. پروژه این لینکی براتون فرستادم اگر بزنید یه چیزی داره تحت عنوان، من این نشون بدم اینجا چی شد؟ این سورس لینک متریال ها اینا اگه بزنید شما میتونید تو همین صفحه که من داشتم بهتون نشون بدم. اون چیز قبلی هم اسلایدایی که حالا اسلاید یه خورده قدیمی تره ولی همینه، یعنی قسمت اصلی مطلب هم برای اپلای دانشگاه خارج. آره یه خورده چیز دیگه تریکیه. ساختار آماده رزومه وجود داره که حرفه‌ای باشه ما اطلاعات رو وارد کنیم. سایت ها همین حالت درصدی داره. نه مثلا الان شما چه می‌دونم یه اکادمیک سی وی تمپلیت اگه مثلا با لیتک کار می‌کنید اوورلیف اگزمپل ها چیزاشو می‌بینید. حالا اینا یه خورده گرافیکی ترشه، موارد کمتر گرافیکی ترش هم اینجا می‌بینید و مثلا این شاید چیز شیکی باشه اینجا نوشته مثلا در بحث انجینیرینگ و کلی چیزهای مختلف هست، اون حالا سلیقه خودتونه. برای سرتیفیکیت های فیزیکی باید عکسش رو قرار بدیم و چه جوری کجا عکسش رو قرار بدیم؟ رزومه که طبیعتاً جای سرتیفیکیت نیست، ولی اگه میخواین لینک مثلا بذارید آره میتونید همچین عکسش رو بذارید و لینکش رو بذارید برای جاها. بریم. خب به نظر میاد که مشتری نداره که چیز هست، ولی لابلای صحبت‌های خاصی میتونید همین حالا نظراتتون اینجا بگید. یه رزومه دیگه رو نگاه کنیم. فرشید نوشی. همینجوری ورق سری میزنیم. اولا اگر دور نگاه کنید به نسبت رزومه قبلی خورده حجم مطالب بیشتره، ممکنه که خوانا بودنش رو سخت‌تر کنه، ولی خب سعی کرده که حالا با رنگ، با این سکشن بندی ها، با بولد کردن خوندن رو راحت کنه. حالا بریم ببینیم که چه نکاتی اینجا به ذهنمون میرسه. خوبه اسمش رو آورده، اینجا اطلاعاتش رو آورده، آدرس دانشگاه رو داده، شماره تلفن رو داده، ایمیل و گیت هابش رو داده. بحث بعدی علایقش رو نوشته، حالا با یه مقدار دقت شاید بیشتری مثلا رو چه زمینه‌ای دقیق‌تر میخواد بررسی کنه. بحث education سواد تحصیلی رو نوشته و اینجا در واقع یه کمکی کرده به اون کسی که داره میخونه و ایده‌ای نداره که دانشگاه امیرکبیر چقدر تو ایران خوبه و لینک داده که ببین ما مثلا نفر دوم هستیم تو ایران. حالا من نمیخوام چیز کنم ولی الان طبق این
نفر 4 حالا مهم نیست. بحث بعدی با چند واحد، حالا یونیتس که کردن درست نیست، کردیتس بهتره، با چند واحد چند معدلم، اصول راهنمام کیه، اینم لینکش، اینم تزش، در حال بررسی، در حال انجامه، تو چه مدرسه‌ای تحصیل کردم، و بحث بعدی که جالبه بحث در واقع حالا انتشارات یا مقالات و تزها و اینا، رو این کار کرده، لینک داره، یعنی من خیلی راحت میتونم برم ببینم، میبینم مثلا اسم آخره، میتونم برم پی دی افش رو خیلی راحت ببینم، یعنی من با 2 کلیک رسیدم به مقاله این که ببینم. و اینکه مثلا به عنوان یک دانشجوی لیسانس خب روی یک مقاله کار کرده، خب جالبه، اینکه ریپورتش رو آورده در واقع به عنوان چیز پژوهش رو چی میگن روش تحقیق، اینم خب خوبه، جالبه، سوابق پژوهشیش رو آورده، با کی کار کرده و جالبه. مثلا گفته که با فلانی کار کردم که اون پستاک دانشگاه تورنتو، یعنی سعی کرده که از این اسمای دانشگاه‌های مختلف و رنکینگ ها استفاده خیلی خوبی رو داشته باشه. حالا یک نکته‌ای که اینجا الان به نظر میرسه اینا کنید، اینجا اون یکسانی یه دستی رو نمیبینیم، یعنی اینجا تاریخ ها اینجا، من میدونم تاریخ ها کجان، اینجا میاد توی متن قرار میگیره، اینجاها دیگه شده مثلا از فال 2022، یعنی من الان برای مورد بعدی باید بگردم که اینجاه. خب در که مثلا شاید میتونست مشابه همین کاری که برای ایژوکیشنش کرده بود اینجا من انجام داده باشه که راحت تر بشه دید. اون بحثی که داشتیم اگه یادتون باشه، نکنید exploiting فلان، خب یعنی تکراره یه خورده خوشایند نیست و طولانی بودن شاید متن، ولی باز چون بولتوار هست و آیتمی هست اوضاع بهتره. این یکی یه خورده اصلا خوندن متن یه مقدار سخته دیگه و پیدا کردن این که اصلا چی کار کردنی، به نظرم این چیزه جای بهتر شدن داره. ولی خب نکته مثبتش اینه که باز سایت رو گذاشته، افتخاراتشون رو آورده، لینک ها، یعنی اینجا میتونست مثلا نوشتن که نفر 14 شدن توی بحث ریژنال یا ناحیه‌ای که خب خیلی دستاورد خوبیه، و اینکه من اول دانشگاه شدم. این از اون چیزاییه که بعضی از بچه‌ها میذاشتن و به نظرم چیز جالبیه که واجد شرایط برای اینکه یک دورشته‌ای کنم بودم. خب این کار نکرده، یعنی سکند میجر نکرده. این از همون مواردی که گفتیم که میتونید در شما روی نکات مثبتتون تاکید کنید. واجد شرایط این بودم. حالا به نظر من اینقدر رزومه قوی هستش که میتونستیم رو هم نیاره، ولی مثلا بحث چیز ارشد مستقیمش رو مثلا مطرح کرده که شاید این هم میتونست یه خورده خلاصه تر مطرح بشه. سوابق تدریسش رو آورده. طبیعتاً باز شاید چون نمیخواسته که خیلی پوزیشن تدریس داری باشه، خیلی دیگه اسمی شرح وظایفی نیاورده. مهارتاشو نوشته، نکنید این رو اینها من تخصص دارم، اینها رو آشنام بهشون، یه کارایی هم با اینا کردم، یه خورده این اوضاع مشخص تریه. پروژه هاشو نوشته، سعی کرده که توی یکی دو جمله یک حالا جمله که نمیشه گفتن، یک جمله بگه و نکنید. خوبیش اینه که شما الان میتونید ببینید که اگه نوشته تنسورفلو، پایتورچ و چیزای دیگه، من این بالام دارم اینا رو میبینم، پس میتونم یک قضاوتی داشته باشم که این مهارت از کجا ناشی شدن و این به نظر میاد چیز مثبتی. سوابق کاریش رو اگه نگاه کنید تقریبا جزو موارد آخر آورده، برای اینکه احتمالاً به نظر میاد که این رزومه‌ای هستش که قراره که تحصیلی باشه و خیلی
نخواسته تاکید کنه روی بحث مثلا دیولپمنت بک اند یا چیزایی از این ترتیب. زبان فارسی زبان چیزمه، انگلیسی به طرز جالبی با اینکه حالا هنوز امتحان اصل رو نداده ولی حتی همون نتیجه ماک رو گذاشته و شما میتونید روی این هم یه قضاوتی داشته باشید. بحث سرتیفیکیتی که دوستان پرسیدن، آنلاین کورس ها به این ترتیب لینکاش وجود داره، یعنی من مثلا دوباره این لینک بزنم سرتیفیکیتش رو احتمالا میبینم، یه خود لینک رو میبینم، این فکر کنم که سرتیفیکیت اکامپلیشمنت فرشید نوشی از این دانشگاه، خیلی عالی. و در واقع نمره اون کورس رو، اسامی رفرنس ها رو میبینید. چیزی که توی رزومه قبلی ما اینجوری نداشتیمش و من الان میدونم که اگر این اسم ها اومده هر کدومشون هم سابق چیه. مثلا اگر اسم دکتر صادقیان اومده اینجا ما اسمشون رو قبلا دیدیم، توی این مقاله مثلا با هم دیگه همکاری داشتن با خانم دهخان و موارد دیگه‌ای که حالا وجود داره، هم آدرسشون رو داده هم ایمیلشون داده. حالا نوشته که این همون خطی که گفتم که خیلی کمکی نمی‌کنه طبیعتاً اگر که من چیزی بخوام ایمیل میزنم. و نکته که خوبی هم که اینجا داره نسبت به ایمیل رزومه قبلی این دوتا مورده، اولا که حالا صفحه داره، صفحه چند از چند، و اینکه آخرین آپدیت برای کی هست. یه سری فکرم سوالا رو یا نکته ها رو من چیز کردم. این نمونه ها داخل سایتون قرار دارید برای یه بار دیگه با هم بریم. شما تشریف میارید اینجا، اصلا اسم رو بزنید به اینجا، این CV Writing Tips، من این لینک رو بهتون دادم، CV Workshop. اسلایدار رو میتونید اینجا ببینید، این چیزی که نوشته Resources, Sample, CVs and Additional Materials، این اگه بزنید میایم اینجا Sample CV، این همین صفحه‌ای بود که الان من داشتم از روش با هم یه صحبت می‌کردیم. این سامپل سی وی ها حالا لزوما معنی اکثرا این رزومه های چند تای اول رزومه های خوبی هستند، ولی نکته اینه که خب شما احتمالاً انقدر تو این ارائه چیزهای مختلف شنیدید که میتونید بررسی کنید و نظر بدید در مورد ارائه ها و اینکه آیا مثلا حالا دارید عکس میبینید، نمیدونم حالا فارسی غیر انگلیسی، میتونید حالا یه نگاهی بهشون بندازید. پور شلوغ نیست، یکم شلوغ نیست، خوندنش اذیت کننده است. تمام، یعنی پوریا جان دقیقاً حرف درسته. شما اگر که قراره بخونی و فکر میکنی که خوندنش راحت نیست، پس احتمالاً بهتره که یه سری موارد یا حذف میشد یا خلاصه تر مثلا میومد. منم با شما موافقم. امکانش هست این رزومه رو هم برام لینک شده ازش ایده بگیریم. آره همین الان که صحبتش کردیم. رزومه های مختلف دیگه هم اینجا وجود داره. من یه خورده نگرانم هستم که الان زمان چیزمون زیاد شد، یه خورده از 2 ساعت هم رد کردیم، خواب که خسته کننده نباشه. اگر که نکته‌ای سوالی یا اگر که میگم کسی از دوستان علاقه داره که مثلا بیاد یکیش رو با هم بررسی کنیم، من تا حدود مثلا 10 دقیقه دیگه میتونم در خدمتتون باشم. وگرنه که در واقع از سمت من امیدوارم که اون ارائه‌ای که با هم داشتیم و نکاتی که با هم مرور کردیم نکات مفیدی بوده باشه و این زمانی که در واقع گذاشتیم براتون مفید بوده باشه. اگر نکته‌ای سوالی چیزی هست من در خدمتتون هستم. آیدی تلگرام خودتون رو هم در سایت گذاشتید؟ بله آره، همون تو همون چیزم هست. اون کلا من میتونم اینجا اگر که ایمیل برای من بفرستید برای من راحت تر، ولی این هم از در اون سایت که براتون فرستاده. ممنون از شما، خواهش می‌کنم، خیلی متشکر، مرسی، سلامت باشید. اون خانم پارمیدا فکر کنم بود فامیلیشون یادم رفت.
اونم که در دختر خالشون رو ما اینجا رزومش رو چیز کردیم، من جالب بود، تجربه جالب بود. هم صرافی اگه درست. ممنون از شما. خوب بود که از افرادی که ازشون نشون دادیم میگفتیم که از کجا پذیرش گرفتن. خیلی کار سختی نیست. ایشون الان دانشگاه آلبرتا مشغوله. محوش فرشید رو دومی فرشید بود. میتونیم اینجا بزنیم که سایت اومده پایین. نمیدونم شاید هنوز چیز نکردم، ولی بقیه رزومه هایی که مثلا میبینید الان علیرضا شفاعی مثلا دکتراش رو از UBC گرفته و الان خیلی مدت ها سالات کارش تموم شده. اشکان مثلا آمریکا تحصیل کرد، بابک آمریکا تحصیلش تموم شد الان اپل مثلا مشغوله. محمد و آمریکا بود اسم دانشگاه رو یادم رفت، مثلا انویدیا الان مشغوله. مهرداد مثلا که دوستای نزدیکمونم واشنگتن کارش رو درسش خیلی وقت پیش تموم کرد. ولی حالا آدم‌های مختلف میتونید یک سرچ مختصر بکنید. بعضی از استادام در واقع من سعی کردم که یه سری رزومه هاشون رو بذارم. سلامت باشید. من دیر رسیدم. الان خودتون در چه رشته و مقطع و دانشگاهی تشریف دارید؟ مخلصم. من الان در واقع پژوهشگر پسادکترا هستم، پستاک در واقع مشغولم توی دانشگاه KTH در استکهلم سوئد. دکترانم هم دانشگاه چالمرز انجام دادم. ممنون از همه دوستان. سلامت باشید. مرسی. سلام هم برسونید به محوش. من کاری که میکنم زمینه کاریم امنیت نرم افزار هست. خب دست شما درد نکنه آقای دکتر، واقعا لطف کردین، زحمت کشیدین. خب دوستان عزیز، سه جلسات ایدانه‌ای ما تموم شد. واقعا اول از همه از آقای دکتر تشکر میکنم که توی آخرین وبینار ما تشریف آوردن و واقعا یکی از بهترین وبینارهای ما بود. من خودم که استفاده کردم تا همین الانم. یه تشکر ویژه‌ام از خانم‌های تقوی و عباس‌زاده و نجاتی بکنم که باعث و بانی شکل گرفتن این وبینارها داخل عید بودن و از آقای کمال کندزی هم که توی تولید محتوا و پوستر این قضیه دخیل بودن و از همه بچهای پشتیبانی و ادمین انجمن که داخل این عیدانه ها باعث ضبط و حالا بارگذاری تمام این ویدیوها داخل یوتیوب و آپارات هستن و از باقی بچهای اعضای کمیته‌های تخصصی انجمن که اصلا باعث شکل گرفتن این ساختار داخل انجمن شدن. من خیلی واقعا بازم از آقای دکتر تشکر میکنم. از خانواده محترم رجبی هم تشکر میکنیم. نه تیتراژ داریم نه چون دیگه آخر عیدانمون هست، گفتم تشکر از بچه‌ها بکنیم. دست شما هم درد نکنه آقای دکتر. ممنون از دوستانی که تا الان به صورت آنلاین لطف کردن اومدن و امیدوارم که استفاده کرده باشن. من خودم به شخص خیلی استفاده کردم، واقعا مفید بود مطالب. دوستان 4 روز دیگه ویدیو داخل یوتیوب هم قرار داده میشه، دوستانی که دیر اومدن میتونن استفاده بکنن. خیلی ممنونم ازتون آقای دکتر، واقعا لطف کردین. ممنون علیرضا جان. ممنون از همه دوستان و همه دوستانی که در تشریف آوردن، بچه‌ای که کمک کردن به برگزاری این ایونت. سلامت باشین، خسته نباشین، لطف کردین، واقعا عالی. شما مخلصیم. عیدتون مبارک باشه. خدا نگهدار. عید شما مبارک باشه. راستی یعنی هم تعطیلات و هم عید و اینا. امیدوارم که سال خیلی خوبی باشه برای همین. سلامت باشین. همین راه رو ادامه بدید.